خب سلام، خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون از اینکه چهارشنبه‌ای که شلوغه و با این ترافیکا اومدین. خیلی هم ممنون. چی باید بگیم؟ خب من شیما بزایی هستم. اول تشکر کنم از همه دوستانی که اومدن و زحمت کشیدن و از دوستان مؤسسه معین و شورای علمی که در واقع این فضا رو باز کردن که ما بتونیم یک مجموعه ای از نشست‌هایی رو بذاریم که امیدواریم فقط سخنرانی و حرف زدن نباشه و بیشتر گفتگو و شنیدن و باز کردن یک فضای گفتمانی جدیدی باشه بنابر ضرورت‌هایی که امروز جامعه احساس میکنه. تحول نهادهای مدنی از کجا شروع شد تو مؤسسه معین؟ من فقط یه مقدمه کوچیکی میگم که این مجموعه نشست‌ها قراره چی باشه و بعد بحث رو میسپارم به پنل دوستان. ما توی مؤسسه معین خودمون رو تقویت کننده تلاش‌های اجتماعی و در واقع فعالیت‌های نهادمند داوطلبانه میدونیم و توی یک سال اخیر طی جلساتی که داشتیم و گفتگوهایی که داشتیم سعی کردیم بیشتر پرسش کنیم و بیشتر بپرسیم تا اینکه تمرکز کنیم روی راهکارهایی که جواب دارن و قرار مسائل رو مثل با فرمول‌های ریاضی حل بکنن. سعی کردیم بیشتر از یک راه تخیلی یا تخیل محوری استفاده بکنیم و در واقع بتونیم اون چه که تخیل می‌کنیم برای آینده رو سعی کنیم توی لحظه اکنون خودمون محقق کنیم. این شعار جوانه میزنیم هم با فعل استمراریش از همین جا شروع شد و ما فکر کردیم که موضوع تحول هم به صورت بازخوانی انتقادی تجربه نهادهای مدنی، حالا تجربه انجیوها و دیگر بخش‌های نهادهای جامعه مدنی و در واقع سکتور اجتماعی و غیر انتفاعی هم خیلی مهمه که به گذشته خودش انتقادی بنگره و بازاندیشی بکنه. همین که فکر بکنه که اگر بخواد آینده رو تخیل بکنه برای امروز چه تحول‌هایی ضرورت دارن و باید به چه موضوعاتی بیاندیشه. الان موضوعات مهمی پیش روی ما هستن، از موضوع تنوع جنسیتی، تنوع‌های اتنیکی، بحث تکنولوژی، نظارت و کنترل، بحث تأمین مالی انجیوها، اثرگذاریشون، رفاه زدایی از جامعه و همه موضوعات شبیه به اون. روی کردیم که مؤسسه داره. خب یک راه این هستش که ما سعی می‌کنیم جدا کنیم خودمون رو از اون دیدی که فکر میکنه که یک اتفاقاتی داره در انجیوهای غربی اروپایی و آمریکایی در سطح جهانی میفته که ما همیشه از اون عقبیم. در واقع این نظریه گذار. ما فکر میکنیم که تحولاتی که تو عرصه نهادهای مدنی افتاده بی ربط نیست به آنچه که ما از سر گذروندیم و تحولاتی که تو جامعه مدنی ایران اتفاق افتاده. همزمان فکر میکنیم که در نظر گرفتن سطح منطقه‌ای هم برای در نظر گرفتن تحول نهادهای مدنی مهمه. خب در واقع یکی از فصل‌های کتاب آقای آصف بیات که موضوع شهرهای ناراضی هست به موضوع تحول انجیوها توی خاورمیانه میپردازه و ایران رو هم اونجا بررسی میکنه و زیاد توضیح میده و حرفی که میزنه این هستش که در طول 15 سال گذشته و آنچه که در خلال اعتراضات مداوم حالا بهارهای عربی گرفته و دیگر اون گذشت قبل و بعد از اون نشون میده که نهادهای جامعه مدنی نقش مدییتور یا میانجی رو بازی کردن برای سیاست زدایی و عمومیت زدایی از نهادهای مدنی. ما این جوانه میزنیم و یک دلیلش این بود که یک کمی عمومیت ببخشیم به موضوع رفاه اجتماعی، به موضوع آسیب‌های اجتماعی، به نقشی که نهادها میتونن بازی کنن تو شرایط فردگرایی که امروز هست و بتونیم پرسش‌هایی رو بپرسیم مثل این که با این شکافی که توی جامعه وجود داره بین نهادها و بین افرادی که نارضایتی دارن و مسائل اجتماعی که وجود داره و این مدلی که جامعه مدنی، مدل سه‌گانه‌ای که تعریف شده که حالا مثلا مدل دولت هست و بخش خصوصی و جامعه مدنی که میاد جامعه مدنی رو جدا میکنه و نهادها رو به مرور از شهرها جدا میکنه، از رفاه جدا میکنه، از دولت جدا میکنه و تأمین مالی خودش رو میسپره به یک بخش اقتصادی که کالاسازی شده چی هست. اما همزمان هم باید در واقع تجربه محلی خودمون هم فکر بکنیم بهش و شاید این از همه مهمتره که فکر بکنیم ما یه جامعه مدنی هژمونی نداریم و همه انجیوها مثل هم نیستن، سطحاشون مثل هم نیستن.
کارکرداشون، ارتباطهایی که با دولت داشتن و به مرور زمان این مسئله تغییرات و تحولاتی رو پیدا کرده و امروز هم حالا بچه‌ها اسمشو گذاشته بودن ضرورت یا انتخاب، این هستش که خودش با عاملیت خودش بیاندیشه که تو این لحظه‌ای که الان هست چه تحولی لازمه، چه تغییراتی در خودش لازمه و اصلا داره چه مسیری رو طی می‌کنه و کجا ایستاده. برای همین این نشست اول هست، ولی که ما قصد داریم که ماهانه این نشست‌ها رو ادامه بدیم با کمک دوستانی که در مؤسسه هستن که من از همشون هم تشکر می‌کنم و اون بغلم ایستادن و تیم خوب و جوون مؤسسه ما این هستم. دیگه میسپاریم به دست آقای دکتر که پنل رو مدیریت بکنن و بقیه دوستان. خیلی هم ممنون. سلام خدمت همگی، ممنون از حضور. خیلی ممنون شیما، خیلی خوب موضوع باز کرد شیما رو بحث. یه بحثی که اول شد در واقع توی مجموعه مجتبی معین بحث شد که در واقع به این موضوع بپردازیم، گفتیم بیایم یه ذره بحث رو ببریم بنیادی تر به موضوع بپردازیم و اینکه خب تجارب رو بگیم که حتما خیلی خوبه، اینکه تحول اصلا چگونه باید باشه. به نظرم بحثمون هست که باید اتفاق بیفته که نگاهمون به تحول و مهمتر از اون نگاهمون به خود نهاد مدنی. خیلی وقتا ما شاید روی بحث نهاد مدنی تاکید میکنیم ولی نگاه مشترکی نداریم. حالا این بحث منم یه بحث کوتاهی آماده کردم، نه به خاطر اینکه پاسخ بدم به مسئله، به خاطر اینکه بتونیم روی مسئله یه گوشه‌هایی بیشتر فکر کنیم و بعداً بیشتر بتونیم باز کنیم. یه نکته‌ای که حالا تاکید کرد شیمارم که این بحث دیالوگ باشه بین مجموعه. در واقع این فراینده ما دوست داریم که این اتفاق بیفته که یک دانش جمعی در واقع اینجا بروز داده بشه و هر کدوم از دوستان که میدونن راهنمایی کنن که بتونیم در نهایت به یک جنبندی، حالا نه جنبندی اساسی که قطعا نخواهیم رسید به این راحتی ها، چون به نظرم میاد یه بحث جدی نظری ما توی این حوزه ها باید داشته باشیم. یه خلأ نظری داریم توی این حوزه نهادهای مدنی، فعالیت‌های زیادی داریم شده ولی این خلأ وجود داره. یه قالب کلی، یه توضیحات کلی من میدونم بسیاری از دوستان، اکثر دوستان حتما میدونن، ولی من آماده کردم گفتم به خاطر اینکه بتونیم یه بچه مشترکی پیدا کنیم، یه نگاه مشترکی نسبتاً مشترکی داشته باشیم، آماده کردم گفتم یه صحبتی داشته باشم از اول بحث که بعد بحث بدم خدمت دوستان. اینکه جامعه مدنی وقتی گفته میشه چه رویکرد داریم، چه تعریفی از این جامعه داریم. یه نگاه ارسطویی هست که در واقع اون دوگانه یا دوالیته ارسطوییه که به نظر میاد، به نظر که نه حتما از اون گذشتیم. یعنی بحثی که بعداً هگل مطرح کرد، مارکس مطرح کرد، بعد از اون گرامشی که من به نظرم میاد نزدیکترین تعریفایی که یا وجوهی که ما میتونیم توی بحثامون داشته باشیم به نهادهای مدنی، تعریفیه که گرامشی گفته توی این حوزه، چون گرامشی اومد رو بحث فرهنگ خیلی تاکید کرد و تعادلی که تو حوزه قدرت اتفاق میفته. حالا در مقابل در واقع بحثی که سگانه‌ای که هگل شروع کرد که در واقع نهاد مدنی را رابطه بین دولت و خانواده گفت برآیند خانواده وقتی میخواد برسه به دولت اون وسط نهاد مدنیه که نقش بازی میکنه. گرامشی در واقع میاد توی فضای فرهنگی تر میبره این بحث ها و میگه جامعه مدنی غیر سیاسی نیست. برخلاف مارکس میگه جامعه مدنی غیر سیاسیه و میگه حتی جامعه بورژوازی هم میگه جامعه مدنی. میگه نه، جامعه مدنی غیر سیاسی نیست، اتفاقا محل تضارب آراست، محل تخاصم هاست، محل مجادلات طبقاتیه چه اتفاق میفته و توزیع قدرت اتفاق میفته توسط جامعه مدنی. حالا یه جایش به یه دولت میرسه یا بحث هژمونی هم که داره میگه به یه هژمونی میرسه. هژمونی که گفته شد اینه که این هژمونی چگونه اعمال بشه و این هژمونی چگونه پیش بره، باز بحثیه که گرامشی داره. حالا میتونیم لاولای بحث هم دوستان کمک کنن بازترش کنیم، همین که اگه لازم شد یه توضیحاتی در موردش داده بشه. و اون تعریفه که در واقع شاید بیشتر به درد ما مخوره، به درد جامعه ما، چون روی کردمون در صورت در قالب این بوده که ما برسیم به این که ما اینجا چه کاربردی میتونیم این مفاهیم رو داشته باشیم که بتونیم پیش ببریم.
یه توضیح کوتاهی در مورد مفهوم تحولی که حالا مد نظر هست، این که خب تحول به نظرم حالا با تعاریفی که بعد توی جامعه مدنی میشه که میگیم 3 عنصر دولت، جامعه مدنی و بازار یا اقتصاد، این 3 تاست که با نقش بازی میکنه و جامعه مدنی جاشو مشخص میکنه و آرایش این هاست که به ما میگه که چه اتفاقی میتونه بیفته و حرکت به سمت این آرایش مناسب نیروهاست که میشه بهش اسمش گذاشت تحول. حالا تحول تابع مسائل مختلفی است، از جمله اندیشه ورزی منتقدانه تو این عرصه که شاید یعنی همچین جلساتی محلی از این گفتگوها باشه، تغییر و تحولات اجتماعی اقتصادی و بحث فناوریه که تو این رابطه اتفاق میفته. یه نگاه کلی هم باز ما به ایران بندازیم، حالا باز خیلی کلان این که ما از کجا نهادهای چون خیلی وقتی بحث نهادهای مدنی میشه میرن از دوران باستان و بعد دورهای مختلف میگن، ولی واقعیت اینه که نهاد مدنی پس از با این مفهومی که عرض کردم بحث هگلی و بحث گرامشی که میرسیم، پس از شکل گرفتن دولت ملتی که معنی پیدا میکنه. در واقع در ایران هم با انقلاب مشروطه است که نهاد مدنی شروع میکنه به شکل پیدا کردن. یه گزارشی هست در مورد نهادهای مدنی در انجمنهای مدنی در عصر مشروطه، تقریبا تو 1 سال و خورده 1.5 سال اول مشروطه حدود 1000 نهاد مدنی توی سطح کشور شکل میگیره که اون نهادهای مدنی از تقریبا جزء اولین انجمن تبریز بوده، ولی اون نهاد مدنی باز به خاطر اینکه شاید خلای اون زمان بوده، شاید عدم شناخت اون زمان بوده، همین رویکردهای بعضن تبعیض‌آمیزا داشتن. مثلا توی خوی قرار بوده یه انجمنی بزنن، انجمن تبریز مخالفت میکرده چون می‌خواسته قدرت رو حفظ کنه. یا این نگاهی که فضای بسته باشه تو اونجا هم بوده و بعد که رسیدن به حتی اون آیین‌نامه‌ای تصویب کردن و مجلس 1200 فکر می‌کنم 1286 تصویب کرد، تو همون آیین‌نامه باز یه تبعیضای جدی هست. مثلا بحث این که کسی که میخواد انتخاب بشه انتخاب کنه باید مالک باشه، یعنی فقرا حذف میشن از اونجا، زنان تو اون قسمت اصلا کلا حذف شدن، یه بخشی از این مجموعه. این رابطه وجود نداره زنان در واقع تو این بحثی که هست. یه کلیات دیگه در مورد ساختار ما، در واقع ما وقتی وارد ایران میخوایم بشیم و بحث کنیم چه قالبایی باید بیشتر بهش فکر کنیم. فکر میکنم که حالا باز دوستان کمک کنن به شکل گرفتن این که ما ساختارمون چگونه است. ما وقتی قرار به نهاد مدنی بپردازیم و به جامعه مدنی، باید ساختار سیاسیمون، ساختار اقتصادی، ساختار اجتماعی، به نظرم باید به اینا فکر کرد و بعد از دیالکتیک بین این مجموعه، دیالکتیکی که ما تو تاریخ فکریمون هم خیلی کم بهش پرداختیم، یعنی تاریخ دانامون، اقتصاد دانامون، جامعه شناسامون هم باز خیلی کمتر به این دیالکتیک این 3 حوزه پرداختن، دیالکتیک جامعه مدنی، دولت و بازار. یه جایی دولت اگه قوی بشه که در واقع جامعه مدنی و بازار کم رأی میشه، استبداد و فساد و ساختاری و اینا که دست به گریبانش هستیم. اگه جامعه مدنی میگن خیلی قوی بشه، یه جورایی هرج و مرج میرسیم، یعنی در واقع اون نظمه از بین میره. و اگه بازار خیلی قوی بشه، نابرابری و انشقاق اجتماعی به صورت جدی اتفاق میفته. اینکه کجا پیدا کنیم نقطه که نه مسیر بهینه و تعادل این رابطه، اون مسیره به نظرم خیلی مهمه و شاید یکی از دستور کارهای آدمایی که تو این حوزه دارن فکر میکنن، میاندیشن، به نظرم همینه که اون نقطه تعادل رو بتونیم پیدا کنیم که توزیع مناسب قدرت به چه باید شکل بگیره تو این عرصه. یه نکته دیگه اهمیت کنشگری غیر اتمیزه شده است تو این بحث که به نظر میاد که یک مفهومی توی بحث فلسفه اخلاق هست که مبنای اساساً شکل‌گیری امر خیر به نظر میاد که برمیگرده به این مسئله. بحث مراقبته. مراقبت نه به مفهوم فوکویش، به مفهوم کیر، به مفهوم پروای دیگری داشتن. این پروای دیگری داشتن در واقع مفهوم اساسیه که توی نهادهای مدنی به نظر میاد باید دیده بشه و ما یه خلأ باز جدی داریم. باید اونقدر شرایط اقتصادی اجتماعیمون ما را اتمیزه کرده که اون پروای دیگری خیلی میره تو حاشیه
و شاید یکی از دلایلی که ما ضعف‌های جدی داریم تو حوزه مدنیمون، نهادهای مدنیمون و سازمان‌های مدنیمون، همین ضعف در پروای دیگری داشتن. پروای دیگری داشتن به معنای از خودگذشتگی تام نیست، حتما فردیت فرد لازمه، حتما تشخصیابی فرد لازمه، ولی پروای دیگری داشتن یعنی در اندیشه دیگری هم بودن، به خاطر اینکه بتونید جامعه را سامان بدید و نظم و سامان در واقع تنظیم زندگی اجتماعی از این مسیر به نظر میاد میگذره، یعنی تعادلی یا مسیر تعادلی بین دولت، جامعه مدنی و بازار یا اقتصاد، البته با محوریت جامعه مدنی. یعنی این بحثی که ما قدرت جامعه مدنی ببینیم بحث مهمیه که این قسمت به نظرم یکی از بحثایی که ما باید خیلی روش تاکید کنیم بریم جلو. و اینکه این محوره چگونه میخواد عمل کنه، ما چگونه میخوایم چانه زنی بکنیم. همین الان تو عرصه جامعه خودمون یا عقب نشینی‌های جدی که می‌بینیم تو حوزه حاکمیت داره، دولت وجود داره، یکی مثلا مسئله حجاب. خب ببینید عقب نشینی جدی یعنی اینکه یک نهاد جامعه پروای دیگری داشتن، یک پروای جمعی، یک مبارزه جمعی در عرصه مدنی، یک رویکرد و یک نگر، در واقع یک هژمونی نسبی رو، اون هژمونی رو شکست و یه هژمونی دیگه داره به جاش میاره که اون هژمونی به نظرم خیلی هژمونی مهم و از طرف جامعه مدنی. این فراینده به نظرم فرایند مهمیه که شاید بشه تحولات رو در اینجا پیدا کرد. ببخشید من زیادتر از اون زمانی که فکر کرده بودم صحبت کردم، ولی فکر کردم برای آغاز بحث و شاید برای طرح سوال خوبه که این بحثا بشه، حالا بقیه دوستان میتونن تکمیل کنن. یه توضیح بدم اول. هر جایی که دوستان بعد از هر سخنرانی اگر سوالی، ایده‌ای، موضوعی دارن لطف کنن مطرح کنن. حتما دیگه سوال و جواب قرار شد اون آخر نذاریم، بعد از هر سخنرانی این سوال و جواب صورت بگیره که گفتگو بیشتر شکل بگیره. من یه عذرخواهی هم بکنم، اون نمی‌خواستیم پشت این میزه بشینیم که این فاصله اتفاق بیفته. گفتن دوربین و این امکانات و اینا بود داره. اینا تو طبیعت این بود که ما وقتی داریم بحث مدنیت می‌کنیم خیلی نزدیکتر و می‌خوایم به مبتنی بر دیالوگ باشه، خیلی باید متفاوت در واقع روبروی هم دیگه و در کنار هم دیگه باشیم. خدمت خانم افتخارزاده هستیم که در مورد بحث از رادیکالیسم تا اهلی سازی در نهادهای مدنی صحبتشون رو شروع کنه. اگر که دوستان توضیح تکمیلی یا نقدی ندارن تا اینجا به بحث شما می‌پردازیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان و بزرگواران حاضر در جلسه. برای من باعث افتخار هست که خدمت شما عزیزان اینجا حضور دارم و قراره که بحثی رو با هم داشته باشیم. خدمت اساتید خودم در واقع درس پس میدم. عنوان صحبت من هست بررسی تحولات در نهادهای مدنی از سال 1376 تا همین امروزی که اینجا نشستیم و عنوانی که انتخاب کردم از رادیکالیسم تا اهلی سازیه. با توجه به اینکه متاسفانه در این سالها اونقدر اتفاقاتی افتاده که حتی کلمات و اصطلاحات هم قلب ماهیت شدن، در ابتدای هر صحبتی شاید لازمه که یک تعریفی بکنیم مثلا که منظور ما از هر کلمه چی هست. حالا به آقای دکتر زحمت کشیدن در مورد نهاد مدنی در واقع توضیح دادن. باز من یه اشاره خیلی کوتاهی میکنم که منظور ما از نهاد مدنی نهاد غیر دولتی هست، به این معنی که عدم وابستگی تشکیلاتی و مالی به ارگانهای در واقع حاکمیت، به حاکمیت سیاسی کشور. این که در واقع راجع به رادیکالیسم حرف میزنیم، خب باز متاسفانه تو این سالها یه بعد منفی انگار این کلمه پیدا کرده، ولی ما اون نگاه منظورمون نیست. منظورمون که حالا به عنوان تندروی یا افراطیگری یا هر چیز دیگه‌ای مطرح میشه یا زیر سوال میره یا به حالت انگ و برچسب استفاده میشه. منظور ما این هست که خب رادیکال در معنی لغویش یعنی ریشه و اساس، و رادیکالیسم تو علوم اجتماعی یعنی جنبش‌ها و حرکاتی که به دنبال تغییرات بنیادین ریشه‌ای و اساسی هستند. و منظور در واقع من از اهلی سازی که یه جورایی اصطلاح من در آوردی هست اینه که تو پرانتزم گذاشته بودم برای دوستان دست آموز سازی، این که در این سالها
بسیار تلاش شده که نهاد مدنی از اون وظیفه اصلی و اساسی خودش که ایجاد تغییرات بنیادین و اساسی هست، مثل یعنی در واقع یک حیوان خانگی تربیت بشه و دستآموز بشه برای اینکه در مسیر آنچه که قدرت می‌خواهد عمل بکنه. یک مرحله دستآموزسازی بالاتر از اهلی سازی، یعنی من به تو میگم که کجا بری، چه کار بکنی، چطور حرف بزنی، چی بگی و تو در خدمت من هستی. از منظرهای مختلفی میشه تحول نهادهای مدنی در این سالها رو بررسی کرد، ولی اون چیزی که در واقع موضوع صحبت من هست از منظر رابطه دولت و حاکمیت با نهاد مدنی هست و در واقع یه نگاهی میکنیم به دوره‌های تاریخی از در واقع حالا به نسبت دولت‌هایی که بودند در واقع ما این بررسی رو میکنیم از 76 تا در واقع 84 دولت خاتمی یه جورایی میتونیم بگیم که حداقل حالا ظاهر زمان شکوفایی نهادهای مدنی بوده، به این دلیل که به دلیل عدم وجود دسترسی به اینترنت، عدم وجود فضای مجازی سالها بوده که انباشته شده بوده مطالبات و بعد ناگهان در دوم خرداد 76 شما میبینید که اصلا این اصطلاحات نهاد مدنی، جامعه مدنی، اینها میاد به عرصه عمومی و در عموم جامعه راجبش بحث میشه، مطرح میشه. نهادهای مختلفی که حالا این موضوع رو پیگیری میکنند ایجاد میشوند و تشویق میشن افراد به مشارکت اجتماعی، به تشکیل نهادهای مدنی. و حالا ما این دوره رو یه جورایی میگیم شکوفایی و بعد از اون در واقع ما دولت احمدی نژاد رو داریم که از 84 تا 92 من عنوان در واقع این دوره رو رکود و سرکوب میذارم، به این معنی که حالا اونهایی که داشتن فعالیت میکردن فعالین سرکوب میشن، دستگیر میشن، محدود میشن، اجازه صحبت و فعالیت بهشون اونطور که باید داده نمیشه و رکود از این جهت که اصلا اجازه تشکیل نهادهای جدید داده نمیشه. و من خوب خاطرم هستش که ما در همون زمان به سازمان بهزیستی مراجعه کردیم برای اینکه مجوز بگیریم و اصلا یه طوری در واقع اون با ما چیز کردن که اصلا راجع به چی صحبت می‌کنیم، مثلا تو سلبریتی، بازیگری یا مثلا انقدر پول تو حسابته که اصلا چرا به خود اجازه دادی که بیا اینجا مثلا دنبال مجوز. و نگاهشون به نهاد مدنی اصلا این بود که خب یه کسایی یا یه جاهایی که یا میتونه پول جمع کنه یا پول داره و قراره که این رو حالا بیاد در خدمت اون وظایفی که ما خودمون انجام ندادیم حالا قراره اینا برن به جای ما انجام بدن. و اصلا اون نگاه و تعریفی که ممکنه که در ذهن ما باشه و درست و حقیقی نهاد مدنی هست وجود نداشته و به جاش در واقع همون اتفاق رو در مورد حالا هیئت‌ها یا مساجد رو سعی کردن بیارن و بها بدن و برعکسش در واقع به اون جنبه‌ای که در سالهای گذشته تلاش شده بود که بها داده بشه این اتفاق نیفته. در دولت در واقع روحانی از 92 تا 1400 من اسمشو گذاشتم البته در خدمت نئولیبرالیسم، به این جهت که خب بله به ظاهر اینطوری بوده که به اون رکوده، اون سرکوبه از بین رفته. حالا اون نهادی که من مؤسسش هستم بودم، حالا حتی مؤسس که هنوزم هستم، چیزای دیگه نیستم خدا رو شکر، در واقع اون نهاد رو ما در همون زمان اصلا تونستیم مجوز بگیریم. اما و در اون سالها هر روز و هر جا نهاد و ارگان‌های مختلفی ما رو به جلسات متفاوتی چه ما رو چه نهادهای مدنی دیگر رو دعوت می‌کردن و به نظر میومد که به ظاهر خب میشه گفتش که داره دوباره فضا باز میشه، ولی واقعیت اینه که تمام اینها برای این نبود که اون وظیفه و رسالت اصلی نهاد مدنی بخواهد که انجام بشه، که مطالبه گریه، که گفتگوه، که در واقع به رسوندن میانجی بین مردم و دولت و رسوندن صدای بی صدایانه و مطالبه حق اونهاست، بلکه از این جهت که در واقع با اون نگاه حالا به اسم خصوصی سازی به نام برون سپاری و در خدمت نئولیبرالیسم آنچه رو که وظایف ذاتی دولت هست شانه خالی کنند از زیر بارش و اونها رو به گرده ملت بذارند، ولی باز هم در همون طریق ایدئولوژیکی که خودشون در واقع ترسیم کردند و حالا اون بخش‌هایی رو که بخش‌های سودده و بازده پربازده هست به شکل خصولتی بین خودشون به سپاه و دیگران واگذاری کنن، اون بخش‌هایی که رفاهی آموزشی وظایف ذاتی دولت هست رو بدن نهاد مدنی که هست انجام بده
و حالا اونها بخوان صرفا نظارت داشته باشن که چگونه انجام میشه. که به حالا در اون زمان ما خیلی تجربیات ملموس نزدیکی از این قبیل هم داشتیم. بعد از اون ما 1400 تا 1402 دولت رئیسی رو داریم که من اسمش رو گذاشتم در واقع سرکوب کامل امنیتی به علاوه ادامه راه نئولیبرالیسم. یعنی مثل زمان احمدی نژاد هم نبوده که بگن مجوز ندید اصلا حضور نداشته باشه، اصلا نهاد مدنی کلا. اون دوره روحانی در واقع اون تجربه به مذاق سیستم خوش آمده بوده و چرا استفاده نکنیم؟ استفاده میکنیم، ولی با استیلای کامل امنیتی 0 تا 100 رو مدیریت میکنیم و هر کسی که نه اینکه اقدامی علیه ما میکنه یا فکری علیه ما میکنه، نه، اصلا به شکلی که واقعا در اون دوره احساس من این بود که اگر که بتوانند و جاش باشه ما رو میشونند، مغزهامون رو باز میکنند و داخل مغزهای ما رو میجورند که ببینند آیا چیزی نباشه خدای نکرده که متفاوت با ما هست. یعنی یک استیلای عجیب و غریبی که من در مرداد 1402 که توی سازمان بهزیستی استان تهران داشتم بازجویی می شدم، به من می گفتن که خب شما مثلا 89 که دستگیر شدی و مثلا روی بورد دانشگاه عکس شهدای جنبش سبز رو زدین، زیرش این جمله رو نوشته بودین. گفتم که خب من 89 دستگیر شدم، زندان رفتم، دادگاه رفتم، حکم تعلیقیم صادر شده، سال 93 بهزیستی مجوز گرفتیم، 96 تمدید کردیم، الان تمدید دوبارمون ره و اصلا نمیتونم متوجه بشم که چرا بعد 13 سال من باید اینجا راجع به این توضیح بدم که 13 سال پیش روی برد اصلا من یادم نیست که ما چه جمله‌ای روی برد زده بودیم و همون زمانی که من دستگیر شدم راجع به این جزئیات از من سوال نشده بوده که امروز داره میشه. و خب خیلی واضح گفتن که ما متاسفانه هزینه میکنیم، افراد رو دستگیر میکنیم، مدارک جمع میکنیم، ولی اول قوه قضاییه بعد بهزیستی مماشات کردن با شما چون جوان و مذهبی بودین که حالا امروز شما پررو بشین و بیاین مثلا جلوی ما اینطوری صحبت کنین. بنابراین یعنی اصلا دیگه مسئله این نبوده که در این زمان دارید چه میکنید، مسئله اینه که ما یک در واقع تصفیه سیستماتیکی انجام بدیم برای اینکه اصلا کسی که عین به عین ما نیست به چه دلیلی باید اجازه داشته باشه که مجوزی داشته باشه، نهادی داشته باشه یا بخواد مثلا یک حرکت سازماندهی شده ای رو اصلا توش باشه. حالا مهم نیست الان اصلا داره چه میکنه. و بعد ما چرا میگم که ولی همزمان در خدمت نئولیبرالیسم سر جاش بوده، ما در همین دوره کوتاه 2 ساله میبینیم که برون سپاری های بسیار عجیب و غریبی در این حد که در همین 2 سال تمام مراکز شبه خانواده که نگهداری کودک بی سرپرست و بد سرپرسته به 0 میرسه در استان تهران. یعنی تمام مراکز در واقع غیر دولتی شدند، حتی به صورت حالا به قول خودشون جهادی و از نظر ما هیئتی شیرخوارگاه ها رو در یک تایمی 0 کردن و یک شبه مثلا مراکزی رو که قرنطینه بوده توی بهزیستی در واقع تعطیل کردن و در واقع حتی ادعاشون این بود که این یک تصمیم حاکمیتی هست برای، یعنی از اون سمت اونها که عیناً مثل ما هستند یا تمام پروتکل‌های ما رو و آنچه رو که ما می‌خواهیم انجام می‌دهند، همه آنچه که وظیفه ماست رو به اونها برون سپاری بکنیم و از این سمت یه استیلای کامل امنیتی. از 1402 تا 1404 دوره پزشکیان یک جورایی ترکیبی از زمان روحانی باز در همون خدمت نئولیبرالیسم، به علاوه این که چون اون نهاد امنیتی در اون 2 سال رئیسی کامل مستقر شده بر همه بخش‌هایی که باید، همون ادامه داره به همون شکل، اون سر جاشه. به علاوه این که حالا یه کوچولو به ظاهر چون کلا اونهایی که با پنبه سر میبرن خب دورانشون ویژگی‌های خاص خودشونو داره، یک مثلا زینت المجالس بیشتری حالا هستن نسبت به اون زمان نهادهای مدنی. من خواستم یک نگاهی بعد از اینکه این بررسی در واقع تاریخی رو داشتیم به این داشته باشم که ما در تعریف علوم سیاسی 6 مدل رابطه دولت با جامعه مدنی رو تقریبا شاید بتونیم بگیم که تعریف شده. یکیش در واقع جامعه غیر دولتیه، یعنی در تعریف اول نهاد مدنی جامعه‌ایه که دولتی نیست، با ویژگی‌هایی مثل این که در واقع داوطلبی هست، تکثر داره فعالیت‌ها در اون و اینکه هرچه دولت نیست من هستم و پیش‌فرض این تعریف اینه که سپهر عمومی از خصوصی جدا باشه.
خب متاسفانه شکلی که اصلا در ایران نهاد مدنی میتواند باشد با این در تضاد دیگه، یعنی در اون جاهایی که جامعه مدنی یا نهاد مدنی تعریف واقعی خودش رو داره، شما صرفاً برای اینکه شناسنامه دار باشید اطلاع میدهید که من فلان نهادم، لوکیشن و آدرسم اینه و اعضامون اینه، همین. ولی اینجا شما در واقع میخواید یک نهاد غیر دولتی تشکیل بدید، باید برید مجوز بگیرید، تمام اعضاتون رو معرفی بکنید، حیطه فعالیتتون رو دولت مشخص میکنه، به مراکز چارگانه شما رو باید تایید بکنن، یه زمانهای 9 ماه استعلام امنیتی شما ممکنه طول بکشه، تازه بعد از همه این مراحل برید ثبت شرکت ها، ثبت تجاری بکنید و عملاً و بعد تازه یک مجوزی به شما بدن که 2 تا 3 سال اعتبار داره. این نمیتونه هیچ جور غیر دولتی باشه. اصلا مسیری که در واقع این نهاد داره طی میکنه برای اینکه موجود بشود عملاً با این تعریف در تضاد طبیعتاً. بنابراین ما اون نیستیم و یک جورهایی من دقیقاً یاد این میافتم که موسولینی یه جمله‌ای داره که میگه که همه چیز در دولت، هیچ چیز خارج از دولت و هیچ چیز علیه دولت. یعنی در واقع ایدئال اون سیستم این جمله موسولینیه که دارن جوری اداره بشود جامعه که هیچ چیزی خارج از دولت وجود نداشته باشه، همه چیز در دولت باشه و هیچ چیزی علیه دولت ایجاد نشه. حالت دومی که مدل رابطه‌ای که نهاد مدنی میتونه با در واقع دولت داشته باشه اینه که حالا با اون تعریف حالا گیدنزی که کمک دولت باشه، که شاید از بین این 6 تا تعریف ما فقط این دومیه رو یه خورده بتونیم بگیم که در ایران هست و اون هم به این، ولی اونم نه به اون تعریف واقعی و درست، بلکه به همون شکلی که گفتم که در خدمت در واقع نئولیبرالیسم هست و به این شکل تا الان هم نهاد مدنی رو اینها پذیرفتن، تحمل کردن و گذاشتن که باشه چون نیاز دارن بهش که بیاد و اون وظایف ذاتی خودشون رو که انجام نمیدن انجام بده. سومین حالت اینه که در گفتگوی با دولته که اون تعریف هابرماسی هستش که فضاهای بین الاذهانی برای شنیده شدن صداها و تضارب آرا، که خب طبیعتاً پیش‌فرضش اینه که اصلا شما باور به خرد جمعی داشته باشید دیگه. الان آقای بهزیستی، خانم معاونت زنان، اداره اتباع، فرمانداری، استانداری، مجلس، کدوم یکی از اونها اصلا گوشی برای شنیدن صدای نهاد مدنی اصلا دارند؟ اگر جایی بتوانند صداشو خفه بکنن بله، ولی در واقع بنابراین ما این شکل از تعامل رو هم نداریم و به نظرم حتی در دوره هایی که فضا به نظر بازتر هم بوده نداشتیم. یک تعریفی چهارمی اینه که نهاد مدنی علیه دولت باشه، به این معنی که در واقع وظیفه جامعه مدنی در این تعریف سیاسی کردن چیزهایی که سیاسی به نظر نمیان، عمومی کردن اونها و بسیج نیروی لازمه که خب طبیعتاً در واقع این رو هم نداشتیم. یعنی خیلی افراد فعال و نهادهایی بودند که میخواستند این تعریف واقعی رو اجرایی بکنن، ولی متاسفانه فضا اونقدر بسته بوده که در نطفه خفه میشدند، اون نهاد درش بسته میشده یا اون افراد در واقع نمیتونستن ادامه بدن این مسیر رو. من چون خیلی در واقع وقت هم محدود هستش، تعریف پنجم اینه که همکار دولت باشه، تعریف ششم اینه که حالت در واقع فعالیت‌های بین‌المللی داشته باشه که خب طبیعتاً میدونیم هیچ کدوم اینها امکان انجامش باز به علت اصلی اون نگاه امنیتی وجود نداشته. تعریف هفتمی رو من میخوام در واقع ابداع بکنم با تجربه زیسته جالبی که ما داشتیم و اون اینه که اون چیزی که ما اینجا تجربهش کردیم اینه که جامعه نهاد مدنی نوکر سر خونه و بیجیر مواجبی که هر از چندی هم ما صداش کنی دولت حاکمیت دوتا هم پس گردنی بهش بزنه که چرا اینو گفتی، چرا بدون اجازه ما تبلیغ کردی، چرا گوشه مددکار معلومه، چرا گفتی زنای با محارمه، چرا ما یه بار رد شدیم از در اونجا یکی حجاب نداشت، چرا و در این حال همه اینها در شرایطی که وظیفه ذاتی رو به گرده اونها گذاشتن، 1 ریال حتی بودجه در واقع که باید رو ندادن و فقط کارهای خودشون رو ارجاع دادن، ولی در این حال این فضا رو هم دارند که کاملا اونها هستند که دائما حاکمیت داره از ما مطالبه میکنه، برعکس شده یعنی جاها. بنابراین حالا ممکنه که شما بگید که پس چرا اصلا با این داستانی که تعریف میکنید ادامه میدید؟ فکر میکنم که میتونم بگم ترکیب یه دولت ناکارآمد ایدئولوژیک توتالیتر
با در واقع خودم رو میگم آدمایی به اصطلاح نه واقعی اکتیویستی که جسارت و شجاعت این رو که بخوان کارهای جدی‌تری انجام بدن، میخواهند مؤثر باشن، در این حال میخوان که زنده بمونن و زندگی بکنن، میشه این قصه پرقصه پرآب چشمی که برای شما تعریف کردم. ولی واقعیت اینه که فقط همین نیست. توجیه ما خیلی وقتها برای ادامه اینه که جنس کاری که انجام میدیم کاری که حاکمیت اون رو به هیچ وجه از آن خودش نمیدونه، اصلا از اساس قبولش نداره. اگر ما انجامش ندیم مسئله خشونت علیه زنان مسئله اون نیستش و اگر هم انجام بده در واقع از جنس عمو عمه درمانی و یک مرحله از سرکوب دوباره که حالا یک کتکی خوردی بشین و زندگی تو ادامه بده و همه اون کارهایی که دارن انجام میدن. من دیگه خلاصه میخوام بکنم، بیشتر بازش نمیکنم. فکر میکنیم که کاری که انجام میدیم از جنس اون تغییر کلانیه که آرزومندش هستیم، حالا در اشل کوچیک و خرد، و از جنس قدرتیابی اونهایی که صدا ندارند، از جنس مقاومت آفرینش میشل بن سایق، از جنس اینه که باید جنبش رو زندگی بکنیم. و مسئله اینه که اصلا چرا اینها رو گفتیم؟ آیا هدف از سیاه‌نمایی امروزی که انجام دادم چی بود؟ فکر میکنم مهمترین هدف شاید این چنین نشست هایی میتونه مقابله با بحران معنا تو این اتمسفر توتالیتری باشه که ما داریم زندگی میکنیم، به این معنی که اون وضعیت قالب توتالیتر داره میکوشه که همه چیز رو از معنا تهی بکنه. همه چیز هست ولی هیچ چیز نیست. نهاد مدنی هست ولی نهاد مدنی نیست به اون معنای کاری که باید انجام بدهد. بنابراین در واقع وقتی ما اینها رو داریم راجبش حرف میزنیم و یادآوری میکنیم اول به خودمون و بعد به دیگران در این فضای مسلطی که حالا اون صدای مسلطی که داره شنیده میشه از نهاد مدنی یک چیزی در خدمت نئولیبرالیسم و سیستم توتالیتره که بتونه منابع یه ملتی رو به 100 طریق به تاراج ببره، وظایف ذاتی سیستم رو بر گرده ملت بذاره، ولی به اون طریق و کیفیتی که ایدئولوژی دستور میده. و این بی‌معنایی میتونه افراد و نهادها رو دچار از خود بیگانگی بکنه که فراموش کنن که اصلا تعریف و رسالتشون چیه. شاید این حرفا کمک کنه به یادآوری این که اصلا نهاد مدنی چیه و من نوعی در درجه اول در خودآگاهی باشم که حتی اگر دارم یک جوری پیش میرم که زنده بمونم، در این حال به تدریج و با روش‌های هوشمندانه‌ای بدونم که وظیفه اصلی من اون مطالبه‌گریه، باید ریشه یابی کنم، تدوین بکنم، اینها رو مستندسازی بکنم، سازماندهی بکنم و همین حرکات کوچک و خرده که انباشته شدنشون فکر می‌کنم در این سالها باعث شده که ما امروز دستاوردهایی داشته باشیم در جامعه مدنی، مثل همون مثال‌هایی که آقای دکتر گفتن. بدون شک همین کارها هم در چند سال آینده انباشتگی این مطالبات و قدم‌های خرد میتونه که در واقع ایجاد یک اتفاقی رو بکنه که همه ما احتمالاً منتظرش هستیم. خیلی ممنونم از توجهتون و عذر میخوام که اگر طولانی شد و خارج از اون تایم. خیلی ممنون، دست شما در نکنه. کوچکه خیلی تند و سیاه. خیلی ممنون. دوستان اگه بحثی دارن روی این صحبت داشته باشیم، من یه چند تا نکته دارم البته، ولی اگه دوستان بحث دارن داشته باشیم و بعد بریم زن. من اول با اجازه یه تعریف کوتاهی حالا از تعریف برنامه توسعه ملل هم هست، از چون یه فرقی هست بین NGO و CSO یا در واقع سازمان‌های جامعه مدنی داشته باشیم که بعد بتونیم دقیق‌تر وارد بحث‌هامون بشیم. تعریف میکنه اون برنامه توسعه ملل متحد، میگه سازمان‌های غیر بازاری و غیر دولتی و غیر خانوادگی سازماندهی میکنن برای اشتراک منافع اعضا، مثل انجمن‌های روستایی، گروه حقوق زنان، انجمن‌های کشاورزی، مذهبی، اتحادیه‌های کارگری، تعاونی‌ها، اتاق‌های بازرگانی و غیره، که میگه همه اینا نمونه‌های از سازمان‌های مدنی هستند. میگه اینا بازیگرای مستقلن و خصوصیاتشونه که توانمندسازی میکنن و در رویکردهای توسعه منطقه‌ای و محلی و موضوعی دارن. و خب انجا رو تفکیک میکنه دیگه. انجا در واقع بحثشون یه ذره متفاوت تر از این مجموعه است، چون خیلی وقتا ما اینا رو خلط میکنیم. وقتی میگیم انجیو میگیم خب پس اتاق بازرگانی هم انجیو تو بحث‌های مختلف هست. بنظرم اینا یه ذره تفکیکش کنیم. یه نکته‌ای هم که حالا نمیخوام وارد بحث دو طرفه بشم، ولی به نظرم رو مفاهیم یه ذره باید، چون همه اینا که گفتی سیاست، ولی اون تلاش آخره خوبه. یعنی بالاخره ما تو تمام این سیاهیات، تمام این بردایی که نهاد مدنی، اصلا دعوا همینجاست به نظرم.
یعنی دعوای قدرته تو حوزه‌ای که ما چقدر مردم قدرت چیز میکنه، حکومت فرق نمیکنه، هر حکومتی هر دولتی، اصلا بحثمون داخلی نیست، بحث نظری. یکی دومی که در خدمت نئولیبرالیسم، روی بحث نئولیبرالیسم تو ایران خیلی بحث جدی هست که آیا اقتصاد ما اساسا نئولیبرالیستی هست یا نیست. خب و خیلی‌ها استدلال میکنن اقتصاد ما بیشتر اقتصاد رفاقتیه. حالا اینم یه ترم جدی داره، یه ترم جدی داره که مثلا مثالش میزنن روسیه کارونی اکانومی، در واقع اون یه ترم جدیه رو این بحث که ما چون وقتی می‌خوایم نهاد مدنی وصلش کنیم ما ببینیم آیا در اون خدمت نئولیبرالیسته یا یه بحث کلانتری تو کنار این شاید بشه یه موقعی باز کرد. اینکه سیاست گذاری اجتماعی ما تو حوزه سیاست گذاری اجتماعی کجا قرار داریم، به نظرم اینا رو میشه به صورت دقیق‌تر یه موقعی سرش صحبت کرد، چون تا ما اینا رو باز نکنیم نمیتونیم باز مفاهیممون خوب به اشتراک بزنیم و خوب یه گفتمان سازی بکنیم توی این عرصه، چون این اختلافه همیشه داره که اختلاف خوبه، با اختلاف نمیگم که بده، ولی باید به یه جای یه ذره دقیق‌تر و شاید یه ذره حرفه‌ای‌تر هم به موضوعات بپردازیم. در اصل خیلی ممنون. اگه توضیح اضافی دارید داشته باشیم، اگر دوستان توضیح دارن. شیما شما بحث دارید؟ من یه سوال دارم ولی اول بقیه بپرسم. بفرمایید. خیلی متشکرم. همیشه استفاده می‌کنم از صحبت‌هاتون. من در واقع پرسشم یا اینکه بهتر بگم نقدم به این صحبت‌هایی که این جامعه مدنی رو خیلی قدرت محور، یعنی در چهارچوب حکومت، یعنی یا رادیکال حکومت یا دست‌آموز، یعنی اصرار برای اینکه اون رو دست‌آموز کنن. نمی‌دونم، اما فکر می‌کنم فضایی که جامعه مدنی توش تنفس میکنه فضایی است که بر پایه مقاومت بنا شده. یعنی همون حسی رو که همه ما کنش داوطلبانه اصرار داریم بکنیم، شاید سال 76 هممون فکر میکردیم باید نهاد مدنی حیات خلوتی حزبی باشه، ولی به تدریج که فهمیدیم این تبدیل شد به یک مقاومت و اگر مقاومت نباشه اساساً قدرتی نیست. به همین دلیلی که فکر میکنم که برای یافتن اون معنا بیش از این که به قدرت، یعنی تحلیلمون قدرت محور باشه، باید مقاومت، یعنی باید که حرف بیخودی فکر کنیم که مقاومت محور باشه، چون جامعه مدنی اساساً بر پایه مقاومت بنا میشه و در اون فضا تنفس میکنه و رشد میکنه. خیلی ممنون. اجازه بدید بقیه سوالا بشه بعد جواب بدید، توضیح بدید. خانم ارشد شما رو مرسی. سعی کردن خیلی بی‌پروا و عریان مطرح بشه. واقعیته که همه این سالها انگار تو رینگ بوکس بود. یعنی این که اشاره کردن به قدرت درسته، اگر پاسخگو بودی، اگر الان شما ببینین همین الان مثلا نشستی رو که انجمن حمایت از حقوق کودکان داشت برای بررسی و قراردادی که نیروی انتظامی با وزیر آموزش پرورش داره رو مانع شدن و به یه نکته دیگه امروز اشاره شد. بنابراین اون بازی توی رینگ بود که ما رو نگه می‌داشت که بتونی خودتو حفظ کنی، وگرنه کافی بود هر جا که بخوای روی اصول علمی، روی آگاهی، روی حق باشه، اصلا به این سادگی نبود ادامش. بنابراین یا باید به نوعی حرکتاتو می‌داشتی که میتونستی ادامه بدی، خواسته ها و انتظاراتو که مصاحبه نکن، آمار نده، اسم نگو، یعنی با این شرایط بود و توی اون رینگ میتونی باشی و میتونی پیش بری. اصلا هم کار راحتی نیست، شما تجربه شو دارین دیگه، دوستانم که خانم افتخارزاده هم که سال‌هاست تجربه میکنن. بله خیلی ممنون. دوستان دیگه سوالی بفرمایید شما. کسی سوال داره؟
من اولش از اون کتاب انقلاب بدون انقلابیون صحبت کردم، از اون یک کمی گفتم. توی کتاب انقلاب زیستن آصف حرفی که میزنه اینه که یه NGO ها و نهادهای مدنی در سطح رسمیتشون بلکه در سطح غیر رسمیتشون فضای سازماندهی و اکت های رادیکالی هستن که کنشگری جامعه مدنی اونجا شکل میگیره. هرچند که اون اهلی سازی که میگی توی سطح رسمیتش هست، اما از این فضاهای غیر رسمی آدم هایی که میان توی نهادها تجربه های پیدا میکنن، میرن بیرون و از اون تجربه جاهای دیگه استفاده میکنن. میخوام ببینم توی ترم خودت یا تو نظر خودت تو لحظه الان جامعه مدنی یا نهادهای مدنی ما رو اهلی میبینی یا اهلی که یه رادیکالیسمی زیر خودشون داره؟ مرسی. من حالا دیگه چند تا نکته رو با هم بگم. یکی در رابطه با صحبت آقای دکتر که کاملا هم درسته. حالا من یه جایی میخواستم بهش اشاره کنم که فرصت نبود. من یه مثالی فقط میزنم. سال در واقع 93-4 بود فکر میکنم، یه کنفرانس توسعه عدالت آموزشی بود. آقای سهیل محمودی اونجا مثلا توی یک خیریه‌ای که کار مدرسه سازی انجام میده که حالا معروف هم هست و میشناسید، اومده بود یک مدرسه 1-2 کلاسه ساخته بود در یک نقطه محرومی و توی اون سخنرانیش اون کنفرانس داشت میگفتش که به من که حالا تازه یک آدم شناخته شده‌ای هم هستم و اومدن این مدرسه رو ساختم، حتی اجازه ندادن که یک کلاس یک بار برم توی مدرسه‌ای که خودم ساختم و پولش رو دادم، مثلا با بچه‌ها و دانش آموزان اون مدرسه بخوام که مثلا یه زنگ هنر داشته باشم، مثلا یه زنگ مثلا راجع به مثلا چیزی که تخصص یا کار خودمه صحبت بکنم. و این که میفرمایند که حتی به این سیستمی که وجود داره ما واقعا یه جورایی بنده خدا نئولیبرالیسم ما بخوایم به اینا بگیم، واقعا هیچ کدوم از تعاریف بین المللی نمی گنجه در این چیزی که ما داریم توی زندگی. اصلا یه چیز جدید من در آوردیه که حالا از یک سیستم توتالیتر برمیاد ولی بازم نه اون توتالیتر. یعنی اگه الان بود مثلا هانا آرنت یا کسایی که توی این زمینه هستن میتونستن یه چیز اصلا جالبی برای خودشون در واقع نظریه پردازی کنن، چون خیلی هوشمندانه و عجیب و غریبه. به این شکل که شما مثلا به مردم میای میگی که مدرسه رو که وظیفه ذاتی خودش بوده پول بدین بسازید، بعد ما محتوای خودمون رو اونجا به کار میگیریم، شما حتی یک بار هم نمیتونید واردش بشی. و یه چیز خیلی جالبتر که تو همین فکر میکنم دولت رئیسی بود که مثلا اومده بودن یک سری ساختمان‌های دولتی رو بفروشن که کسب درآمد کنن، یه سری از این مدارسی هم که همین خیریه ساخته و گذاشته بودن اونجا این دفعه یه بارم بفروشنش. یعنی خب وجود نداره تو هیچ تعریف بین‌المللی طبیعتاً این سیستم چیز جدیده. به خاطر همین کاملا درسته صحبت آقای دکترم. در مورد صحبت خانم مرتضی عزیزم استاد بنده هستن، من راستش از دیشب که استوری خانم صابر رو دیدم که بحث راهگشایی برای جامعه مدنی بود اصلا استرس گرفتم، به خاطر همین که میدونستم که خب گفتم توی این وقت محدود ما از جنبه‌های مختلفی میتونیم این تحول رو بررسی کنیم. من از این جنبه دیدم که نگاه حاکمیت و سیستم به نهاد مدنی چیه و او چه برنامه ریزی کرده و اومده جلو چطور که چه رفتاری با نهاد مدنی کنه. ولی برعکسش که شامل صحبت شما و خانم ارشد عزیزم و شیما جان میشه اینه که در مقابل نهاد مدنی برای مقابله با این قدرتی که میخواد بهش اعمال بشه چه کرده، چه راهکارهای رسمی و غیر رسمی پیدا کرده که زنده بمونه و چه دستاوردهایی داشته که فکر میکنم یه بحث خیلی مفصلیه خودش و خیلی میشه بهش پرداخت و باعث امید که من سعی کردم بعد دیدن استوری شما انتهای بحثم و در واقع برای به اون موضوع اختصاص بدم، ولی خیلی به خاطر زمان نتونستم کامل بهش بپردازم. فکر میکنم واقعا یه زمان جداگانه میطلبه، ولی غیر از این که یه بحث مفصلیه یه خورده چون اون نمیدونم مثلا چیزایی که خودمون اختراع کردیم رو لو میده، خیلی هم بهتره که لو ندیم که حالا مثلا ما چه فکری که مقابل این همه بیچارگی که بهمون داره تحمیل میشه.
دقیقاً. ولی در رابطه با این در واقع همونطوری که خانم ارشد عزیز گفتن، واقعیت اینه که خیلی این طرف میشه صحبت کرد، ولی من بیشتر خواستم بپردازم به اینکه اونها چه مسیر و برنامه‌ای دارن و این صحبت شیما جان رو اینطوری جواب بدم که ببینید واقعیت اینه که من همش داشتم این صحبت‌ها رو تنظیم می‌کردم به فضای غالب و رسمی که وجود داره داشتم فکر می‌کردم. فضای غالب و رسمی یعنی چی؟ یعنی نهادهایی که الان مجوز دارند و دارند حرف اول رو میزنند هر روز با ارگان‌های دولتی، به این معنی که دارند خودشون رو دائم پرزنت میکنند و در واقع میتوانند تریبونی داشته باشند برای اینکه خودشون رو بیان کنند. واقعیت اینه که اون صدای غالب، مثلا شما تو شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه امروز رو بخواید ببینید، آدم‌هایی که مطرحند، افرادی که واقعیت اینه که صدای غالبه که باعث میشه من اصلا این حرفای سیاه رو بخوام بزنم، اینه که داره اون شکلی پیش میره. یعنی شما میگید 27 تا خانه امن مثلا در کل کشور ما داریم، 7 تاش فقط دولتیه، 20 تاش غیر دولتیه. خب همه میگن به به، خب این خیلی عالیه که اصلا اینا کجا، ما چرا اینا ندیدیم؟ اما چون خیلی از اینها به همین شکلی که گفتم اهلی شدند واقعاً، من یه روزی میگم اگر این کسی که دست آموز میکنه حتی اجازه بده حرف بزنن، اصلا انقدر دوچار از خود بیگانگی‌ان، میگی مطالبت چیه؟ میگه بودجه‌مون رو ندادن، الان بیمه کار. یعنی اصلا شما میدونید این یعنی قلب ماهیت دیگه، در حالی که مثلا سال 70 مثلا 8 اگر شما از نهادهای مدنی که وجود داشتن که خود شما عزیزان بسیاری شما متولی بودین میپرسیدن مطالبتون چیه، خب همه اونها هزاران حرف برای گفتن داشتن. به این دلیل میگم که وقتی ما در این جمع صحبت میکنیم ممکنه که سیاه نمایی به نظر میاد، اما اون چیزی که بیرون از این درها در جریانه اینه که مثل این که اصلا ممکنه اگه ما زیاد تلاش نکنیم مثلا فراموش بشه و اینطوری بشه که وای چه نهاد خوبی، ببین مثلا در کل کشور 100 تا شبه خانواده داره، هر روز یه وزیر و یه وکیلی از این NGO تقدیر میکنه. اصلا این یعنی قلب ماهیت دیگه، یعنی صدای رسمی و مسلطی که وجود داره و اون آدم‌هایی که در یک مجامع خاصی نباشن مثل اینجاها دارن چه تصویری رو میبینن، چه چیزی داره براشون تبلیغ میشه، نهادی نمیشه. ولی بله در بخش غیر رسمی که می شود همین جایی که نشستیم، که می شود بخش داوطلبی خیلی از NGO ها، که می شود خیلی از اونهایی که بودن و داشتن درست و واقعی کار میکنن و بسته شدن ولی آدماشون که نمردن، اون آدما هستن، ولی واقعیت اینه که این یه اتفاق غیر رسمیه و خب ما داشتیم یه تصویری از اون اتفاق رسمیه میخواستیم بیان کنیم. فقط یه خلاصه جواب شیما من گرفتم جواب. آره بفرمایید. تو استفاده شده که قلب ماهیت یکی هم احساسی که از اول بود. من میخوام بگم که حتی یه قدم میتونیم جلوتر بریم. اون قلب ماهیتی که به معنی تبدیل ماهیت هست، حتی ضد ماهیت خودش، خیلی جا ضد ماهیت خودش تبدیل شده. و درباره اهلی سازی وقتی ما از اهلی سازی سوال میکنیم یعنی یه وجود غیر اهلی بوده که طی یه فرآیند اهلی شده. در صورتی که ما طی سال‌های گذشته اصلا یه حجم زیادی از نمیدونم اسمش رو واقعا NGO بذاریم یا نذاریم، به هر حال در قالب NGO تشکل‌ها نمیدونم گروه‌های جهادی با اسامی و عناوین مختلف درست شدن که یه آدم مفهوم موازی آورده. مثلا میخوام بگم که واقعا اون قلب یه جایی تبدیل به ضد خودش شده، یعنی یه سری گروه‌های هم از اول شکل گرفتن که از اول با اون فرآیند ایجاد شدن، این نبوده که دیگه فرآیند اهلی شده باشن، اصلا ایجاد شدن که این مسیر رو پیش ببرن. ممکن. خدمت خانم رسولیان و خانم میناسیان هستیم در مورد هر کدام یک رو بگر که در مورد رد فقط تا میان آماده شدن. من یه تو فقط بگم که خیلی از دوستان را اهلی شدن هست ولی مبارزات سطح جامعه داره شکل میگیره. همینجا دارم آدم‌ها رو میبینم یکی از خانم صابر گرفتار برنامه‌شون، خانم ارشد و خود دکتر معین، ما دو تا مؤسسه مجموعه آقای موحد اینا همه اینا رو دارم میبینم که تو همین فضای مبارزه کردن و دارن کار جدی میکنن. یا شما حتی این فستیوال اخیر کوچه رو دیدی، تمام مقامات رسمی مخالفت کردن، این کوچه راه انداخت. یا آدم اومد اونجا با ایستاد گفت من کوچه مجوز نمیخواد که فستیوال.
این مبارزه به نظرم اینم باید این قسمت کار ببینیم که تا اینجا که رفتیم جلو از همین قسم مبارزات کوچیک و ریزی که به نظرم مهمه. بفهم. مرسی. منم عرض سلام دارم به همگی، خسته نباشین. و اینکه فضای بحث من یک کمی متفاوت واقعیت. دوست دارم یه پلی بزنم با صحبت‌های خانم دکتر افتخارزاده و اینکه در واقع این صحبت‌ها فضای رابطه ما یا NGO ها رو با دولت و با حاکمیت ترسیم می‌کرد و اتفاقاتی که تو اون سطح کلام می‌افته. منتها تو همین شرایط هم خود ایشون، حالا ما یا خیلی های دیگه‌ای که الان اینجا حضور دارن یه کارهایی میکنن و تمام تلاششون رو میکنن که قلب ماهیت نشن و یه جاهایی هم میشن. یعنی همین داستان در واقع پاور استراگل یا جنگ قدرتی که راجع بهش صحبت میشه، واقعیت اینه که تو همه جا نهاد خصوصی، نهاد دولتی، NGO، نمیدونم نهاد مدنی، قدرت‌های مختلف به معنای نیروهای مختلف، نظریه‌های مختلف، اینکه این تضارب آرا بینشون وجود داره و اصلا هم اینجوری نیست که بگیم این درسته اون غلطه. دیدگاه‌ها بسیار متفاوته، بسته به ضرورت‌ها، بسته به شرایط. هر دیدگاهی در واقع میتونه مسلط بشه و بسته به آدم‌هایی که از اون دیدگاه دفاع میکنن. یعنی بعضی آدم‌ها به لحاظ شخصی قدرت بیشتری دارن و میتونن کارشون رو پیش ببرن. قدرت که میگم منظورم روابط نیست، منظورم مهارت‌های فردیه و بعضی آدم‌ها این قدرت رو ندارن. منتها من فکر میکنم ما تو این جمع، یا تصور من این بود که یه مقدار زیادی برگردیم به این که خب ما چه میتونیم بکنیم. یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم حتما پایداری، فشار، ایستادگی بر سر اصول، همه این هاست. ولی واقعیت اینه که هر سازمان مردم نهادی و به خصوص سازمان‌هایی که میخوان کار بکنن، چالش‌های بسیاری در درون خودشون دارن، گذشته از چالش‌هایی که با حاکمیت دارن. انتظار ما اینه که یک حاکمیت در واقع مردمگرا طبیعتاً بیاد کمک بکنه چالش‌ها رو حل بکنه، نه تشدید بکنه و ما این رو نداریم، هم الان هم نداریم. واقعیت اینه که متاسفانه هم الان هم که خیلی به اصطلاح آدم‌ها یعنی فکر می‌کردن که بس فرق می‌کنه. حالا خانم دکتر هم اشاره کردن از دیدگاه امنیتی نگاه به NGO ها خیلی تغییری نکرده و هنوز مشکلات بر همون پاشنه وجود داره. ولی من فکر می‌کنم که ما الان در واقع مسائلی که خود NGO ها دارن و باعث میشه که بگذرن و توش بتونن ازش در بیان تا باوری پیدا کنن، اینها هم یک مسائلیه که میشه راجع بهش حرف زد. و در واقع من یه چند تایی هم اسلاید تهیه کرده بودم که تجربه رد رو راجع بهش یه کوچولو حرف بزنم و در واقع هزاران چالش و مشکل داشتیم که از پسش بر نیومدیم، ولی مثبت بگم و اونهایی که از پسش بر اومدیم رو در واقع مطرح بکنم. با اجازهتون وارد این. چقدر گلمنگولیه. خب رد یه NGOیه که سال 62 با یه اندیشه این که یه عده رفتن مجروح شدن، از جنگ برمیگردن و اینها باید وارد جامعه بشن، دیگه شغل قبلیشو نمیتونه داشته باشه، کار قبلیشو نمیتونه داشته باشه. یعنی انگار اون آدمای مؤسس و بنیانگذار در اون ایام اصلا فکر نمیکردن که یه عده فرد دارای معلولیت تو جامعه وجود داره. یعنی گروهی که اون لحظه به چشمشون اومد و انگیزشون شد این گروه بود. ولی خب طبیعتا خیلی سریع به محض اینکه این فعالیت شروع شد دیدن که خیلی عظیم افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی که نیازهاشون دیده نمیشه وارد کار شدن. خب همه ما میدونیم اصلا فعالیت‌های NGOیی برای قشر ضعیفه، قشریه که خودش نمیتونه از خودش حمایت کنه، کودکان کار، نمیدونم معتادها، معلولین، زنان خشونت دیده
محیط زیست، همه اینها یعنی در واقع معضلات اجتماعیه که خود اون کسایی که گرفتار اون معضل شدن به تنهایی از پس کار خودشون بر نمیان و لازمه که یک نهادی که در جاهای درست و حسابی تر، اینها نهادهایی هستند که دولت حمایت میکنه، ریشه در دولت دارن، از اینها حمایت میکنن و توی کشورهای مثل ما این استقلاله وجود داره. به هر حال اینجا شروع به فعالیت کرد و تو سال 72 این ساختمون فعلی تقریباً بعد از 10 سال ساخته شد. حالا که من گفتم چالش‌های درونی رو دارم میگم. حالا که این ساختمون ساخته شد، یعنی قبلش توی پارکینگی مثلا با 15 نفر کار میکرده، فکر بزرگ، اندیشه بزرگ، تلاش بزرگ، یک امکانات خیلی زیاد زیرساختی رو در اختیار قرار داد که اصلا متناسب با اون ظرفیت‌های قبلی نبود. یعنی لازم بود که برای این فضا کارآموز بیشتر بشه، خدمات توسعه پیدا کنه، به طبع بایست که نیروی انسانی توسعه پیدا کنه و همه اینا پول میخواست و هرچی سرمایه داشت رفته بود تو اون ساختمون. پس یه بحران مالی بسیار شدید تو سال 73 74 مواجه بود که ما این ساختمون رو چجوری نگه داریم و چجوری ازش بهترین بهره برداری ها رو بکنیم، که همزمان بود با زمان دولت تقریبا بعدش 2 سال بعدش آقای خاتمی و اون موقع به انجیوها پول میدادن و انقدر نگاه ما یعنی رعدی ها ضد دولتی بود که حتی در اون موقع پولی بود، یه پولی آقای خاتمی به خیریه ها میداد ما نگرفتیم و به عنوان اینکه انجیو یعنی یک قرون از دولت نباید بگیره چون وابسته میشه. یعنی میخوام بگم با یک همچون نگاهی شکل گرفت و پیش رفت. و خب همون موقع اتفاقات دیگه‌ای که افتاد این بود که به اصطلاح بچه‌ها می‌اومدن اونجا مهارت یاد می‌گرفتن، درس می‌خوندن، بعد برمیگشتن تو خونه‌شون، افراد دارای معلولیت. چرا؟ چون که جایی به اونها کار نمیداد، فضای کار براشون وجود نداشت. می‌خواست خیلی از کارا رو بکنه، پول فیزیوتراپی مددکاری نداشت. به هر حال همزمان با اینها خدمات توسعه پیدا کرد و این توسعه منجر شد به یعنی چالش‌های درونی که داشتیم. یکی از مهمترینش تفاوت دیدگاهی که بین بنیانگذاران اون موقع پیش اومد. یعنی یه عده‌ای نگاهشون سنتی به خیریه که ما باید کمک کنیم به اینها و حد اکثر ما اینجا یه کارگاه بزنیم اینا بیان اینجا کار کنن، و یه عده دیگه معتقد بودن که نه، جداسازی درست نیست، باید افراد دارای معلولیت جامعه مناسب سازی بشه، ادغام بشن تو جامعه و برن. و این چالش انقدر بود که تقریبا مجموعه رو به 2 پاره کرد، 2 تا رعد شکل گرفت، حالا به غیر از شعباتی که جاهای دیگه وجود داشت. و همینجا بود که تغییر نگرش نسبت به معلولیت به عنوان یه مسئله مهم، یعنی شما آموزش میدادی بهترین کار رو پیدا میکرد، وقتی میخواست بره سر کار پذیرفته نمیشد. یادمه یکی از وزرای آموزش پرورش روز 12 آذر که روز جهانی افراد دارای معلولیت توی رادیو بهشون گفتن که باید 10% آدمای هر سازمانی از افراد دارای معلولیت باشن. وزیر آموزش پرورش گفت مگه میشه یه معلول بره سر کلاس درس بده؟ روحیه بچه‌ها خراب میشه. یعنی این نگرشی که میگم انقدر اهمیت داشت. و در واقع در کنار این تأمین مالی پایدار، بحران دوم مالی رو تو سالهای 84-85 داشتیم، در حدی که خورد به کرونا، در واقع در حدی که صحبت بر این بود که مثلا یه طبقه ساختمون رو اجاره بدیم، تأمین مالی بکنیم و مسائلی از این قبیل که ما تونستیم در واقع همه اینها رو حل کنیم و ازش عبور بکنیم. بحران بعدی جانشین پروری بود. به نظر من خیلی از انجیوهای قدیمی ما به این دلیل زمینگیر میشن، یعنی نسل اول با انگیزه زیاد کار میکنن، خوبم کار میکنن، ولی این تداوم نسلیه وجود نداره و اونها که مسن میشن یا توانشون کم میشه آدمهای مناسب جایگزین ندارن و اینها مسائلیه که به نظر من در درون باید بپردازن. و دشواری بعدی
در واقع برنامه ریزی در تغییر شرایط مجموعه هاست. مجموعه ها از یه حدی که بزرگتر میشن از فضای انجیویی میان بیرون، اداره میشن، سازمان میشن و این خودش یکی از آسیب‌های جدیه که باید بهش بپردازیم. و در واقع من اینجا اینها رو که گفتم و گذاشتم بیشتر به نظرم میاد که اگر درون سازمانی نگاه بکنیم، در واقع ما باید برای جنگیدن با بیرون قدرت داشته باشیم. وقتی این قدرت رو داریم درونمون قوی باشه و اگر ما قوی باشیم میتونیم خیلی کارها رو بکنیم. یعنی توی کار خدمتی که ارائه میدیم تخصصی باشیم، حرفی برای گفتن داشته باشیم و این اون چیزیه که به نظر من NGO-های ما باید خیلی جدی بهش بپردازن و این پردازشه که کمک میکنه به اینکه قدرتش بیشتر بشه و توی اون دعوای جنگ قدرت حرفی برای گفتن داشته باشه. من مثالمو از خود تلاش‌های خانم دکتر افتخارزاده میزنم که ببینیم واقعیت اینه الان 123 که ایسای مشکلش 123 یه نهاد مال بهزیستی وظیفش چیه؟ مداخله در خودکشی و خشونت خانگی که ایسای پیچیده‌ش رو تحویل ایشون میده با همه مخالفتی که باهاش داره ها. چرا؟ چون که کارشو بلده و کارشو درست انجام داده و علیرغم همه این تند و تیزیایی که دارن ولی تحملشون میکنن. نه واقعیته، چون که کارش رو درست انجام میده و من فکر میکنم که یکی از کارهایی که ما در درون باید بکنیم و در واقع حالا تعدادی از خیریه‌ها هستن که این رو رسالت خودشون معرفی کردن، یکیش خود معینه، یکیش نویده، یکیش افرا بود یه زمانی که بخوان پشتیبانی کنن از بقیه NGO-ها و سازماندهی کنن و این جزء کارهاییه که به نظر من بسیار بسیار لازمه و یکی از رسالت‌های درونی ماست این قدرت بخشیدن. خیلی هم ممنون از توجهی که کردید. مرسی. سوال دارم؟ میخوایم چون که ما دوتا یکیم. آره شما بگید بعد. سلام عرض میکنم خدمت همگی. خب خدا رو شکر فکر کنم به دلیل اینکه خانم دکتر سابقه منو میدونستن بحث خیلی راحتی رو در اختیار من گذاشتن، خیلی پیچیدگی نداره، خیلی بحث دم دستی و راحتیه. قرار من در خصوص رد الان صحبت بکنم ولی یه اجازه میخوام برگردم به این که چی شد که من اصلا اومدم رد، مجتمع رد. من قبل از این که بیام، من 3 سال و 1 ماهه که در کنار دوستان هستم در رد. خیلی زود میگذره خانم دکتر. داستان این بودش که من همیشه سازمان کار کردم، سازمان اقتصادی کار کردم، اقتصادم خوندم، برای همین چیزایی که شما راجع به اقتصاد میگین الان اصلا توی کتابا نیست. این چیزی که الان در ایران اتفاق میفته اون چیزی نیستش که ما خوندیم. و داستان این بودش که همزمان شد با این که من یک کورس کوچینگ خوندم قبل از این که در واقع بیام رد و اتفاقا این بودش که همون چیزایی که خانم دکتر گفتن در جامعه وجود داشت و من انقدر تحت تاثیر قرار می گرفتم که سعی می کردم اصلا بهش نزدیک نشم و چون فکر می کردم تا به تحمل یه همچین چیزی رو ندارم، به یک معضل به این بزرگی، حالا هر چیزی باشه، معضل زنان آسیب دیده باشه یا خشونت باشه، بچهای کار باشن که خیلی ناراحت می شدم. ولی خب در دوره کوچینگ با پیتر سینگر آشنا شدم و با این داستان که خب من چه تأثیری میتونم بذارم علیرغم همه این اتفاقاتی که الان میفته که حالا شاید به این سیاهی که به قول شما نیست که خانم دکتر میگن، هیچ رنگ دیگه ای نمیگم چون هر رنگی بگیم به یک نفری منتسب میشه، سیاسی میشه. رنگ بیرنگ اگه سیاه نباشه، ولی شاید در این حد سخت هست. ولی من اگه بخوام تمرکز بکنم روی دایره نفوذ و دایره کنترلم، اون جایی که من میتونم یک تاثیرگذار باشم، من میتونم یک سهمی داشته باشم، هر چقدر در هر معضل ساده اجتماعی. الان مصرف انرژی، خیلی ها تو این شرایط هنوز توی مصرف انرژی خیلی دست و دلبازانه ریخت و پاش میکنن برای اینکه معتقدن که دولت باید زیرساختش رو درست میکرد، چون نکرده من چرا این کارو بکنم؟ اصلا به من نیستش که، به استفاده کردن من نیستش که، به هدر رفت من نیستش که، جای دیگه داره هدر میره. بنابراین با این داستان آشنا شدم و
بعدش که خب این پیشنهاد شد یه مدتی هم بهش فکر کردم و به خانم دکترم گفتم شما فکر کنین ببینین من اصلا آدم مناسبی هستم، من که اصلا اینجا کار نکردم، خیریه کار نکردم، من اصلا آدم مناسب این کار هستم یا نیستم. حالا انشالله که تا الان تحمل کردن منو احتمالاً بودم. ولی از اونجایی که حرف تحول بود و یه سری چالش هم خانم دکتر بهشون اشاره کردن، چالش این که خب ما به فراخور خدا رو شکر یه وقتی رد به من رسیده که روزای روشن‌ترشه به لحاظ منابع هم فقط پول نیست، منابع همه منابعیه که در واقع میتونیم ازش استفاده بکنیم. میتونه از نیروهای داوطلبی باشه که میتونیم از حضورشون استفاده بکنیم، میتونه در واقع همون بحث مالی باشه، میتونه بحث فیزیکی باشه و هزار تا چیز دیگه. منتها ما به یک نتیجه رسیدیم. درسته که هدف اولیه رد شاید آموزش و اشتغال بوده و توانمندسازی در واقع، ولی در این مفهومی که ما صحبت میکنیم انسان یک فرد اجتماعیه و به تنهایی خودش با خودش نمیتونه آدم توانمندی باشه. ما باید یک جامعه توانمند داشته باشیم. جامعه توانمندم به این معنی که چقدر ما بلدیم توی جامعه دیدگاه مختلف و یک فردی که متفاوت باشه به چشم تفاوت ببینیم، درکش بکنیم و بپذیریمش و بتونیم تعامل بکنیم باهاش. و از اونجا بود که این پروژه های تغییر نگرش و ایجاد نگرش درست در جامعه بیشتر توی رد مد نظر قرار گرفت. خب خدا رو شکر با سابقه 40 ساله درخشانی که رد داره و بنیانگذارانشون داشتن در حوزه معلولیت شروع کردیم خیلی کارهای خوبی رو حداقل در حد خودمون سعیمون رو کردیم، در حد خودمون از خودمون شروع بکنیم، به قول معروف در خودمون اول بزنیم، ببینیم که ما چه کاری میتونیم انجام بدیم و در جامعه چه تغییری میتونیم ایجاد بکنیم. قاعدتاً جامعه خیلی بزرگه، تغییر نگرش هم وقتی راجع بهش صحبت میشه خیلی ترسناکه، برای اینکه خب خیلی سال ممکنه طول بکشه، خیلی قابل اندازه‌گیری نیست. ولی کاری که کردیم این بودش که جامعه رو به نهادهای کوچکتر تقسیم کردیم و از هر نهادی شروع کردیم. یک پروژه خیلی خوب در مدارس شروع کردیم که بتونیم در واقع از مدارس شروع کنیم، از جایی که کوچکتر هستن و پذیرش تفاوت‌ها شاید راحت‌تر باشه. در حوزه رسانه شروع کردیم تغییر نگرش، کتابش هم امروز حالا نمونهش رو خدمتتون تقدیم می‌کنیم و توی حوزه‌های دیگه. و خب از اونجایی که بحث تحوله، الان ما از فضای مجازی اون تیکه خوبش رو میتونیم وام بگیریم و از دیجیتال و از تکنولوژی میتونیم وام بگیریم، استفاده بکنیم و کارهایی رو بکنیم که ببینیم که تکنولوژی چه کمکی میتونه بکنه به بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت. این کارهایی که الان یک کمی بیشتر داریم روش تمرکز میکنیم و انجام میدیم. سوالی اگه داریم. خیلی ممنون. سلام. دوستان سوالی؟ نخواهم صابرقانه نشدم. خب خیلی ممنون، مرسی. حالا اون نکته که شما گفتید من واقعا اومدم دنبال راهگشایی. خیلی ممنون از همه توضیحاتتون و به نظرم میاد که خوشبختانه هر کدوم از شما 3 نفر یا 4 نفر از یه دریچه‌ای و از دریچه‌های مختلف به هر حال موضوع رو مطرح کرد. من در مورد حالا هم شما، البته اون سانسوریا رو نمیگم یا اون در واقع کپی رایت ها رو نمیگم، ولی واقعیتش این هستش که هممون به هر حال در شرایطی زندگی میکنیم یا کنشگری اجتماعی میکنیم که مسائل رو میبینیم. البته به نظر من کسایی که در معرض مسائل حادتر هستن، چون انجیو هم خودشون از نظر موضوعی دسته‌بندی دارن، نوع کاری که شما میکنیم به نظر من از همه پیچیده تره. نوع کاری که خانم ارشد میکردن از همه پیچیده تره. اساسا نه فقط دولت، جامعه هم این موضوع رو قبول نداره، یعنی به شکل یک مجرم نگاه میکنه به مخاطب جامعه مخاطب شما، نه بیمار نه آسیب. و این خودش خیلی سخت تره تا اینکه مثلا یک کسی به حمایت تحصیلی و مدرسه سازی و اینام اهمیت داره ها، نمیگم اهمیت نداره، ولی اونایی خود لوکس تره و همه راقبش هستن، ولی این اساسا باید توجیه کرد، تبیین کرد و مسائلش رو. منتها در همه این سختی هایی که بوده، هر کدوم از شما چه در رد چه در آتنا
به هر حال یک راهگشایی کردیم و اون پیام اصلیه و اینه که در واقع اون نهاد مدنی رو پایدار میکنه و اونه که اساساً الهام بخشه برای جامعه مدنی. اینا چیه؟ اینا کدومشه؟ اونهایی که ممکنه لزوما آنچه که شما انجام دادین من نتونم انجام بدم، ولی به هر حال همون انباشتی که شماها گفتین و این هسته های کوچک 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 که همه ما امیدواریم که یک پیوستگی و همبستگی بینش ایجاد بشه، همون شبکه ها اگر واقعا فعال بشن و مأموریت اصلی خودشون رو انجام بدن، این پیوستگی اگه پیدا بشه، اون در واقع مواردی که الهام بخشه چیه؟ اونا کجاست که شما یه خورده در واقع بلند شدین با همه سختی ها. مثلا شما در رد میگین که اختلافی ایجاد شده، خب چه اتفاقی افتاده؟ با 2 تا رد ایجاد شدن حل شد مسئله، با جانشین پروریه حل شد مسئله. شما مثلا فرض کنین که الان به هر حال برای دولت یه ویترینی، یعنی علیرغمی که همه این مسائل و مصائب هستش، اونجا که گیر میکنن میان سراغ شما، یه دانشی هستش، یه دانشی انباشته شده، یه تجربه انباشته شده. خب از این باید حد اکثر استفاده رو کرد. من میخوام ببینم که اون بخشایی که واقعا پیام داره و الهام بخشه در هر دو نهاد چی هستش که میشه خودش یه شاخ و برگ‌هایی حتما داره، قابل بحثه، ولی لااقل اونا رو یه خورده توضیح بدین که بشه در واقع بهتر از این تجربیات شما استفاده کرد. خیلی ممنون. ببینی حقیقتا من دیگه وارد جزئیات نشدم، عرضم کردم خدمتتون که به هر حال اینا چالشاییه که ازش گذشتیم. مثلا یه کارایی هم کردیم که الان فکر میکنیم که اشتباه بوده و جمعش کنیم، مثلا دیگه جزئیاتش رو وارد نشدیم. ولی مثلا جانشین پروری واقعا تقریبا از 12-13 سال پیش ما شروع کردیم. یعنی من که الان 68 سالمه، تا 10 سال پیش 12 سال پیش جوانترین عضو هیئت امنای رد بودم، آدم 58 ساله، و هرچه میگفتیم که مثلا آدم اضافه کنیم هی شرایط پیش نمیومد و در واقع آدم ها بعد بالاخره برای اینکه این قصه مثلا رد یه هیئت امنای 25 نفره داره، بعد گفتیم خب حالا بعد 120 سال انشالله هر کی بیاد یکی رو به جای خودش معرفی کنه که اگه نبود، یعنی با یک سیاستی در واقع تعداد، چون واقعیت اینه که اتفاقی که افتاده بود، من عرض میکنم من جوانترین بودم با فاصله سنی 10-12 سال. به همین دلیل خب یعنی دوستانی که بنیانگذار بودند سال 61-62 دیگه در واقع سنها رفته بود خیلی بالا و اصلا تو خیلی از جلسات آدما نمی اومدن و خب از اون جماعت میخواد هیئت مدیره تشکیل بشه، آدم تشکیل بشه، نمیشد و این واقعا شاید این فرایند 2-3 سال طول کشید، ولی پیگیریش نتیجه خیلی خوبی داد دیگه. و به نظر من میگم این یعنی توی NGO ها، یکی از NGO هایی که مثلا قدمت کارشون از 15 سال میگذره، یکی از مشکلات خیلی جدیه که اونها رو ناتوان میکنه و فکر میکنم اگه بخوام مثلا به اونایی که سابقه دارن توصیه کنم، میگم باید خیلی زود به این فکر کنن که تو سطح تصمیم گیرا و مدیرانشون کسایی رو داشته باشن که بتونن این فاصله نسلی رو بپوشونن. یا مثلا راجع به اون تجربه تفاوت روی کرد، ببینین یه جمله که خیلی باب شده و مد شده، میگن که ماهیگیری یاد بدین، ماهی دست کسی ندین، ولی حتی ادراک این جمله هم توی کارایی آدمای مختلف متفاوته. مثلا
عرض کردم مثلا یه گروهی میگفتن آقا 4 تا چرخ خیاطی بگیریم، همینجا یه کارگاه خیاطی را بندازیم و بچه‌ها بیان کار کنن و نمیدونم بفروشیم و مثلا بهشون یه پولی بدیم. در حالی که خب یه گروه دیگه میگفتن این کار یه کار زیربنایی نیست، کرامت نداره و باید وارد شغل رقابتی بشن، تو جامعه برن. به خصوص که حالا ادبیات جهانی این داستان هم تاکید بر این داره که شلترها به غیر از توی گروه‌های خیلی ضعیف، مثلا اونایی که ضریب هوشی پایین دارن، اوتیسم دارن، یعنی تعاملشون با جامعه دچار اشکاله، برای بقیه معلولیت‌ها اصلاً توصیه نمیشه. آموزش باید ادغام یافته باشه، یعنی اصلا اینکه یه جایی معلولین فقط آموزش ببینن این هم مطروده. منتها باید محیط مناسب سازی باشه ولی همه بیان. و اینکه این رویکردها بتونه بیاد و کار بکنه، خب طبیعتاً دیدگاه ها مختلفه ولی با حوصله و با بحث هایی که واقعاً کله آدم سوت میکشید، یعنی تکرار لابیگری، بالاخره به اجماعی که در حد به رأی اتکا بکنیم اتفاق میفته. من یه چیزی نوشته بودم یادم رفت بگم. خانم دکتر که داشتن اسلایدها رو میگفتم و من نگاه میکردم، صدام بلنده؟ نه آها ضبط میشه. به یک نکته‌ای رسیدم و اون این بودش که شاید حالا یک کوچولو هم جواب خانم صابر باشه. این که چی کار بکنیم لزوما نیایم بگیم که یه چیزی کاملا بده یه چیزی کاملا خوبه. قاعدتا تعمیم دادن نمیشه و لزوما هم مثلا تبدیل شدن به یک سازمان چیز بدی نیست. میتونیم خوبی‌های یک چارچوب سازمانی رو بگیریم بیاریم، چون به هر حال داوطلب خیلی خوبه ولی آسیبای خودش هم داره. هممون چون ماشاءالله کار کردیم و میدونین داوطلب میتونه به هر حال متعهد اونقدر 100% متعهد نباشه و شما اگر یک کار جدی دارین واقعا ممکنه دچار مشکل بشین، ولی معنیش این نیستش که داوطلب بد است 100%، یا اینکه اگر یک ما سازمانی تبدیل به یک سازمانی شدیم مثل محک شدیم، چارچوب داریم و نیروی انسانی داریم و استخدام میکنیم بده. همون جوری که من برعکسش به سازمان‌ها میگم، یعنی میگم که یه چیزایی رو NGO ها، حالا نهادهای مدنی یا مردم نهاد، میتونن از سازمان‌ها یاد بگیرن. یه چیزی هم سازمان‌های اقتصادی میتونن از در واقع سازمان‌های مردم نهاد یاد بگیرن و اونم اینه که چشمشون به مأموریتشون باشه. یک سازمان حتما فقط هدفش سودآوری نیست. اگر یک چیزی داره تولید میکنه یا یک خدماتی رو داره ارائه میده، داره یک دردی رو دوا میکنه، یک معضلی رو داره حل میکنه، اگه چشمش به اون مأموریتش باشه حتما اون سودآوری هست. حالا توی سازمان‌های مردم نهاد این سودآوری از جنس انتفاعی و اقتصادی نیست، از جنس اینه که ما خب خیلی خوشحال میشیم وقتی بچه‌هامون به جای اینکه حالا اونم در کنارش هست و بعضی هستن در منزل میشینن کار میکنن، اشکالی هم نداره، ولی وقتی که توی بهترین سازمان‌ها دارن استخدام میشن و میتونن و براشون یک سری امکانات ویژه‌ای، در واقع یک عدالت جبرانی از جنس فیزیکی حداقل فراهم میشه که بچه‌ها بتونن برن سر کارشون برسن، هر روز تو این شلوغی، تو این ترافیک، با این مترو و اینا قاعدتا نمیتونن برن. یک عدالت جبرانی یاد گرفتن که براشون بذارن که برن مثلا سازمان حسابرسی کل کشور، اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی تهران و بقیه سازمان‌های خصوصی یا دولتی استخدام بشن. اون دستاوردیه که ما داریم. من یه سوال می‌خواستم ببخشید، من چون خدا رو شکر که 1-2 ماهی هست که از نظر نهاد امنیتی رد صلاحیت شدم و روی کاغذ هیچ شخصیت حقوقی ندارم، سعی میکنم اسم آتنا رو نیارم که یه موقع این حرفای زشتی که من میزنم موجب مشکلی برای مؤسسه آتنا نشه. ولی واقعیت اینه که خیلی در واقع میتونه جای صحبت داشته باشه و واقعا خب خیلی در این سالها ما فراز و نشیب داشتیم و چون همطوری که تو صحبتم هم گفتم جنس کارمون از جنس همون در واقع جوششیه که حالا به شکل‌های دیگری
در واقع قبلا تلاش می‌کردیم که پیگیریش بکنیم. حالا این شکل رو به قول خانم دکتر الان اینطوریه که برای این ما رو تحمل میکنن که به اون خدمتی که ما ارائه میدیم به هر حال در یه حدی نیاز دارن و به قول شما یه جاهایی هم میخوان ویترینش هم کنن. البته که بگم خیلی ما در این زمینه هم مقاومت میکنیم، یعنی مثلا ضمن این که همین میگم 1-2 ماهه که با برداشت شدن اسم من مجوزاتنا بالاخره اوکی شده، ولی همون زمانی که ما مجوز نداشتیم تماس میگرفت مثلا معاونت زنانه، همینایی که با پنبه سر میبرن که مثلا تیم از تاجیکستان اومده بیاین بازدید، که ما اصلا اجازه نمیدادیم، چون به هر حال همونطوری که میگی یعنی یک بام و دو هوای عجیب و غریبیه دیگه. ولی واقعیت اون چیزیه که اونی که الهام بخشه و باعث میشه که ما بتونیم ادامه بدیم اینه که در واقع اون قدرتیابی است. یعنی ما تلاش اصلیمون اینه که توازن قدرت رو در نهاد خانواده حالا در اون حدی که میتونیم اعمال کنیم و واقعیت اینه که اون زمانی که ما میتونیم به صورت قانونی اجازه ندیم که این زن و کودکی که مورد خشونتن به خانواده و پیش اون مرتکب خشونت برنگردن، اینکه اون آقا با تمام تلاش هایی که میکنه فرد مرتکب خشونت که میتونه همسر یا پدر باشه نمیتونه که اونها رو اجبار بکنه به این موضوع و این حمایت رو کامل دارند و حتی اگر که بخواد در واقع به هم دیگه این سیستم برگرده باید تضمین بدن اون روزهایی که در محضر حق طلاق و حق حضانت، حقی که باید در قانون برای همه زنان باشد و یکی از مطالبات ماست، اونو نمیتونیم، ولی این یه آقا میاد و به این یه خانم حق طلاق و حضانتش رو میده. اون روزهایی که در واقع یک کودک همسر که حالا این جسارت رو به خرج داده که بیاد و به خانه امن مراجعه بکنه، علیرغم اینکه از تمام دنیا دارن از بهزیستی تا خود خانواده فشار بیارن که اینو به اجبار به محیط خشونت بار برگردونن و ما این اجازه رو نمیدیم، باعث میشه که بتونیم در واقع ادامه بدیم، امیدوار بشیم و بگیم درسته که هرچند این در مورد این چند نفریه که به ما مراجعه کردن و در مورد زنان و کودکان کل کشور نیست، ولی حداقل در همین محیط کوچک خودمون داریم تو اشل کوچیک همون کار رو میکنیم. خب برای ما بسیار الهام بخشه این که یک زنی که از میانه یک درگیری ناموسی که توش چندین نفر کشته شدن مجروح مثلا اومده پیش ما و حالا میتونه اینجا باشه و امنیت داشته باشه و ما میتونیم کمکش کنیم که همین الان هم که چند تا گروه باز میخوان در واقع جانش رو بگیرن در واقع پناه خانه امن باشه. خب خیلی در واقع برای ما چون نزدیک به همون آرمان‌های اصلیه الهام بخشه و باعث میشه که بگیم که با همه اون مشکلاتی که هست این ارزششو داره و میتونه به اون انباشته هم حتی کمک بکنه. یعنی بارها شده که آدم‌ها اومدن، خانواده‌ها مرتکبین خشونت که اصلا شما چی میگی، مگه اینجا اروپاست؟ یعنی چی، زنم دلم خواسته زدمش، اصلا شما چی کاره این اصلا؟ و مادر منم همینجوری بوده، کتک میخورد بعد پا میشد غذاشو درست میکرد، اصلا یعنی چی که این از خونش اومده بیرون؟ و حتی رفتن مثلا دادگاه‌های دیگه حکم گرفتن که مثلا این زن منو از زن این آقا رو از مخفیگاه آتنا خارج کنید، بهش پس بدید. بازم ما در واقع حکم خودمون رو کردیم و ندادیم. اون پدرهایی که به بچه‌های خودشون تجاوز می‌کردن و اومدن و پناه داده شدند و ما نذاشتیم به هیچ شکلی برگردن و همه اون در واقع مطالبه حقها تو این اشل‌های کوچیک باعث شده که فکر بکنیم که هنوز یه معنایی به هر حال میتونه بودن ما داشته باشه. همگی برای هم دست. دو نفر آخر بعد هم بلند شن. با سپاس از دوستانی که این برنامه رو تدارک دیدن. من نکته‌ای که میخوام بگم همین آغازگاه خود شکلگیری نهادهای مدنیه. یعنی اینکه ما چیزی که من تو نهادهای مدنی میبینم یه مقدار میخوام اون بحث نقد درون سازمانیشون رو داشته باشم، حالا جدای عوامل زمینه سیاسی و اجتماعی.
یک تقلایی رو من میبینم که توی نهادهای مدنی وجود داره که چرخ رو از نوع اختراع بکنن، به یک سری منابعی که میتونن برای بهبود اداره سازمانشون رجوع بکنن انقدر مقاومت دارن و انقدر این رو زمان بر میکنن تا بدنه سازمانشون دچار فرسایش و آسیب بشه و وقتی که آسیب دید حالا ممکنه راضی بشن که یک جاهایی بخوان توی مدیریت سازمانشون تحول ایجاد بکنن، یک فرصت‌های تازه‌ای رو ایجاد بکنن. و نکته دیگه انتخاب موضوعاتیه که میخوان بهش ورود پیدا بکنن تو جامعه. برای من که خودم رشتم مدیریت آموزشی بوده و الان چند ساله که دارم با یک نهاد مدنی در این حوزه همکاری میکنم، خیلی برام عجیب آدم‌هایی با این پرسش روبرو هستم که چرا همه میخوان پاشون رو تو کفش آموزش بکنن بدون اینکه آموزش رو بدونن چیه، بدون اینکه بخوان در واقع اون عوامل جامعه شناختی آموزش، عوامل تخصصی آموزش رو بدونن، میخوان بیان تو کل جامعه پروژه های آموزشی اجرا بکنن. درسته که این یک سرش برمیگرده به کشکارکردی ساختار سیاسی و اون عدم ایفای نقش درست خودش توی این موضوع، ولی اگر نهادهای مدنی هم میخوان بیان ایفای نقش بکنن باید دانش ورود به این کار رو داشته باشن. و مورد دیگه ای که باز دوستان رد اشاره کردن این مسئله داوطلب محور بودنه. یعنی ما وقتی که میگیم نهادهای مدنی به صورت ضمنی این عضو داوطلب و همکاری داوطلبانه هم به موازاتش میاد جلو، ولی اینکه آیا واقعا همیشه همکاری داوطلبانه همکاری اثربخش و خوبیه؟ از دید من بله میتونه اثربخش باشه به شکلی که سازمان‌ها یک هسته مدیریتی قوی تعریف کرده باشن و داوطلب رو در جای خودش به کار بگیرن. و اینکه آیا واقعا ما فکر میکنیم که الگوی اداره یک نهاد مدنی اینه که همه چیز شورایی و همه چیز مشورتی و به رأیگیری ختم میشه و آیا ما رو به تصمیم گیری های درست میرسونه؟ و امیدوارم که دوستان با نظرات دیگه اینو تکمیل کنن. سلام و عرض ادب. خیلی ممنون بابت برگزاری نشست. یک سوال از خانم میناسیان داشتم. خب ما رعد رو میشناختیم. من وقتی دیدم اسم شما روی پوستر هست یه سرچ کردم ببینم شما قبلا رعد بودین یا نه. بعد برای من خیلی جالبه، هم خانم دکتر رسولیان میگه این که یک نهاد یه انجیو خیلی قوی مثل رعد یه مدیر رو از بیرون، نمیدونم فکر میکنم شما از بیرون رعد اومدین، خیلی تجربه جالبه. این قصه رو برای ما بگین، خیلی جالبه که یه نهاد مدنی قوی مثل رعد بعد به یه فرد از بیرون، حالا تو اصطلاح علمی یه غریبه اعتماد میکنه. تو این 2-3 ساله چه گذشته و اینکه چطوری اعتماد صورت گرفته و اینکه همین که خانم صابرم پرسیدن واقعا داخل نهاد ما چه میگذره. خیلی تجربه جالبه، چون میدونید که حتی ما تو دانشگاه هم یه مدیر گروه داره تکرار میشه، حتی تو انجمن علمی هم میترسن که مثلا یه فرد جدید رو. تجربه خیلی جالبه، قصه‌شو بگین ممنون میشه. ولی حالا بذاریم اگه سوالی هم هست. سلام عرض می‌کنم خدمت همه. بنده آریان رضایی هستم، دانشجوی مقطع ارشد مطالعات امریکا. راستش من دیدم نشست بیشتر در مورد تحول نهادهای مدنی است و نشست سیاسی نیست، اما دیدم که خانم افتخارزاده چندین بار یه آدرس غلطی دادن، مدام نئولیبرالیسم رو مقصر معرفی کردن، گفتن در خدمت نئولیبرالیسم، این توتالیتاریسم بیشتر به نفع نئولیبرالیسمه و خواستم بدونم که اینو بیشتر تشریح کنن اگر ممکنه، چون اگر ما تعریف علمی رو مد نظر قرار بدیم و سوگیری نداشته باشیم، با هر عینکی که بخوایم نگاه کنیم در ایران تحت هیچ شرایطی هیچ نئولیبرالیسمی وجود نداره، حتی ذره‌ای نئولیبرالیسم در ایران وجود نداره، چه در اقتصاد چه در سیاست. اون چیزی که اون برخوردی که با نهادهای مدنی صورت میگیره بیشتر ذیل یک مقوله امنیتی کردن و ارزش، مباحث ارزشیه، اصلا ربطی به نئولیبرالیسم نداره، یا حتی در اقتصاد. من نقدم این بود، خواستم اگر ممکنه بیشتر توضیح بدید که ما هم اگر اقتصاد ایران یا سیاست ایران نئولیبرالیستیه بیشتر آشنا بشیم. متشکرم. خیلی ممنون. شما
سوالم از دو تا نهادی که اینجا هستن اینه که ما خیلی از تجربه سازمان‌های مردم نهاد فقط صرفاً از جهت اینکه چه اقدامات مؤثری کردن و چه جوری انجام دادن میشنویم، ولی خیلی کم از تجربه نگاری داریم یا مستند نگاری داریم از شکست‌هاشون یا جاهایی که اشتباه کردن و معمولاً این تحت عنوان اینکه خب ما یه سری دستگاه‌های امنیتی داریم و ما نمیتونیم حرف بزنیم، نمیتونیم خودمون رو نقد کنیم، این دیده شده. من سوالم اینه که این چقدر واقعاً گزاره درستیه که ما فقط به دلیل اینکه نهادهای امنیتی یه رصدی دارن ما این کار انجام ندادیم و یا اینکه ما حاضر نشدیم بنویسیم و سرش حرف بزنیم و یک تجربه، یعنی یک خلأ بزرگ وجود داره به نظر من از کسایی که از دهه 70 دارن فعالیت میکنن، اینه که نسل‌های جدیدتر اصلا نمیشناسن. این ممکنه که آره مثلا یه سخنرانی باشه یا یه بیانیه باشه، مثلا این عزیزان امضا کرده باشن، اما کجاها اشتباه رفتن، کجا فکر کردن که در بلخص در مواجههشون با دولت اگر الان برمیگشتن رفتار دیگه ای داشتن و چرا ما اینا رو خیلی کم میشنویم و بیشتر سر این حرف زده میشه که نه نباید نقد بشه، یا اینکه ما اگه خودمون رو نقد کنیم باعث میشیم اینکه انگار گرا میدیم به اینکه بسته بشه. خیلی ممنون. یه نفر دیگه داریم با شما خلاصه باید بریم چون نیم ببندیم دیگه. خیلی متشکرم. اگه اجازه بدین من بلند نشم. من یه سوالی داشتم. تجربه‌ای که من دارم و شناخته که از سازمان‌های به اصطلاح حالا شما میگید مردم نهاد غیر دولتی غیر در غرب دارم، خب سازمان‌هایی هستن که ایجاد شدن همونطور که گفتیم برای یک سری دفاع از یک سری خواست‌ها و درخواست‌ها و مبارزات به اصطلاح مطالبه‌گری صنفی، به اصطلاح نژادی و غیره. ولی اون چی که امشب صحبت جلسه هست و سازمانی هستن که اینجا حضور دارن، در حقیقت در غرب هم اینا ایجاد شدن برای پر کردن خلایی که دولت ایجاد کرده. یعنی دولت ها چون نمیتونستن یه سری کارایی بکنن، یه سری سازمان های مردم نهاد درست شدن و با این هدف که این خلا رو پر کنن و همواره به موازات پر کردن این خلا در جستجوی این بودن که دولت رو قانع کنن، بهش تفهیم کنن که این کار ما نیست، این کار شماست و یواش یواش میرفتن جلو. همونطور که گفته شد زمان حالا اون جاها شاید این مشکلات سیاسی ایران وجود نداره، ولی وقتی هر وقت دولت اومد یه کمکی بکنه، کمک مالی چیزی بکنه، پذیرفتن، قدم به قدم رفتن جلو و در حقیقت موفقیتشون زمانی بود که از بین میرفتن و وظیفه اونها رو دولت به عهده میگرفت. حالا اگر بخوایم من مثال زیادی میتونم بزنم ولی نمیخوام وقتتون بگیرم. سوال من از دوستان اینه: آیا در ایران این سازمان‌های مردم نهاد که ایجاد شدن برای پر کردن خلا، آیا در این فکر بودن، آیا این دینامیک رو داشتن که یه کاری بکنیم که دیگه یه روزی نباشیم، نه اینکه هی بیشتر بشیم، هی کارهای دیگه بکنیم؟ خیلی متشکرم. من سوالم از خانم دکتر رسولیانه. من از بچگیم که ردا خیلی دوست داشتم و دوست داشتم بهش کمک کنم. خیلی تغییر کرده کارهایی که رد می‌کرده. یعنی شده که از دلایلی که ما رادم انتخاب کردن نشست اول همین بوده، جزء سازمان‌هایی بوده که هم گفتمان خودش رو تغییر داده، هم حوزه‌های فعالیتش رو. همزمان حوزه معلولیت هم حوزه‌ایه که ادبیات و گفتمانش خیلی در حال تغییره. یعنی هر سال ادبیاتی که راجبش استفاده میشه عوض میشه. مثلا مثالشو میزنی؟ حوزه توانمندسازی، شمولیت، بگیم توانیاب، نگیم توانیاب، همه این ادبیات و حساسیتاش هم خیلی زیاده. یعنی هر بار که آدم بخواد چیزی بنویسه باید بره چک بکنه ببینه الان چه
مثلا نزاکت سیاسی روی حوزه چی هستش، ولی حوزه فعالیتش هم باز همینه و رد هی خودش رو به نظرم تو طول سالها زیاد تغییر کرده. اما سوالی که من داشتم اینه که این تغییرات تو تجربه رد، چون حوزه معلولیت هم چند تا انجیو خیلی قدرتمند داره تو ایران که سالها هم جزو پایدارها و مقاوما بودن، این تاباوریشون هم زیاد بوده. ببینم این تحولات توی تجربه رد معمولاً چجوریه؟ چقدر به ادبیات جهانی وصله؟ چقدر به جامعه معلولیت وصله؟ چقدر این تغییر کرده؟ چقدر جامعه معلولیت خودش رو از رد میدونه یا مثلا اینها رو از رد مقاوم؟ یعنی اون نقش میانجی اصلا تونسته ایجاد بکنه یا خودش عاملیت داشته روی ساختن این ادبیات؟ چه شریک بگید؟ خیلی ممنون. سوالات رو ترتیب جواب بدیم. آره سوالامون زیاد شد. خیلی خلاصه اگه بگید حالا تو بعضی سوالا به نظرم خیلی باز کردن واسه مثلا نئولیبرالیسم خیلی نیاز به باز کردن داره. ولی خب برید شما سوالی که مرتبطه من چند تا اول نوشتم. هر کدوم از میخواین شما بگید بعد من چند تا اول رو که نوشتم چشم من سعی میکنم خیلی عادتم دارم تون صحبت کنم. یکی این که شما دوست دارید فرمودین چرخ رو اختراع میکنن در NGO ها، یا همه جا ممکنه این اتفاق بیفته، از خونه خودمون گرفته تا یک سازمان 100% اقتصادی که به فکر در واقع سوداوریه. برای همین اگر اینا نبود انقدر اجایل سیستم نمی اومد، انقدر چابکی نمی اومد، انقدر بحثش مطرح نمی شد. بنابراین این چیزی نیست که بگیم که مخصوص NGO ها هست و فقط اونجا اتفاق میفته. این یک نگرشی که ممکنه هر جایی اتفاق بیفته. ما حداقل سعیمون اینه که این اتفاق کمتر بیفته، ازش دوری بکنیم. این که همه پاشون رو در آموزش میکنن، اولا اینکه رد 40 ساله، بنابراین از سن شما یه ذره بیشتره، شما پاتون رو تو کفش ما کردید. و اگه به صورت عمومی دارین میفرمایین، واقعیتش اینه که هم یه قسمت از صحبتتون بله متخصص میخواد آموزش، هم یه قسمت از صحبتتون خیر، همه میتونن آموزش ببینن، همه در حوزه خودشون میتونن توانمند بشن، ولی برای آموزش تخصصی باید بریم سراغ متخصصش. مثلا خیلی پیش میاد به ما یک سری پیشنهادایی میدن، میگن که ای خب شما که فضاشو دارین، امکاناتش هم دارین، چرا خصیصی میکنین؟ بیاین بچه‌هایی که معلولیت ذهنی هم دارن آموزش بدین. نه، اون متخصص خودشو میخواد، امکانات خودشو میخواد و ما وارد اون حوزه نمیشیم چون نه توانشو داریم نه تخصصشو داریم. بنابراین همه به این نتیجه رسیدن که الان کمک کردن صرف فایده‌ای نداره. اون فرد باید توانمند بشه، بنابراین راه توانمندی یکیش آموزشه، فقط آموزش نیست، یکیش آموزشه، ولی آموزش بله متخصص خودش رو میخواد که قاعدتا حتما ما برای هر آموزشی میریم سراغ متخصص، حتی برای کلانتر، حتی برای برنامه‌ریزی کردن. اینکه داوطلب محور بودن خوب است یا بد است بازم مثل همینه، بستگی داره. ما یک سری از NGO داریم بیشتر داوطلب هستن، داوطلب محور هستن، ولی سیستمشون رو طوری طراحی کردن که خیلی خوب پیش میره، ولی یه جاهایی هم ممکنه داوطلب جواب نده، یه جایی هم به سایز اون خیریه هم ربط داره. مثلا خیریه قطره که شاید خیلی‌ها بشناسین، در حوزه درمان خب بیشتر چون در حوزه درمان هم هست و خیلی سیستم یک پارچه‌ای هم داره که به 13 آبان و بقیه داروخانه‌های دولتی وصله، بنابراین خیلی داوطلب محور هست. ولی الان باز اونام به یک چالش خوردن که در بعضی از قسمت‌هاشون نمیتونن صرف از داوطلب استفاده کنن و باید استخدام کنن. بنابراین این هم یک موضوع 0 و 1 نیست که حتما داوطلب محور بودن خوب است یا 100% بد است. و اینکه همه لزوما باید پیشنهاد بدن، این داستان خرد جمعیه و همه جا همینه. یعنی از خانواده خودمون گرفته، از دوستای خودمون گرفته، از محل کار خودمون که محل کارمون هر چیزی باشه، این خرد جمعیه که پاسخگوه. و خرد جمعی دیگه همونیه که میگه 1 + 1 2 نیستش، چون از زاویه‌های مختلف نگاه میکنه. بله ممکنه که یک کمی چالش برانگیز باشه، برای اینکه برعکس اون چیزی که بقیه جا اتفاق میفته، اگه خرد جمعی نباشه یک نفر صحبت میکنه همه تایید میکنن، راحت‌تر به نتیجه میرسه، ولی خب لزوماً بهترین تصمیم نیست. آیا همیشه خرد جمعی بهترین تصمیمه؟ نه، مثل هر چیز دیگه ما با اطلاعاتی که داریم اون لحظه، با اون زاویه دیدی که داریم، با اون مدل ذهنی که داریم، یک نظری داریم که سعی میکنیم همدیگر رو قانع بکنیم، بشنویم، خوب گوش کنیم، سوال بپرسیم و به یک نتیجه برسیم که اون لحظه فکر میکنیم این بهترین تصمیمه. ولی این انعطاف رو باید داشته باشیم. همونجوری که خانم دکتر گفتن، احتمالا ما هم توی زندگیمون هم در مجموعه هامون یه سری تصمیمات یه زمانی گرفتیم که الان به این نتیجه رسیدیم که اون تصمیم بهترین تصمیم نبوده. خب قرار نیست تا ابد ادامه بدیم. جای بعد اونجاست که فکر می‌کنیم که اگه اون زمان یه تصمیم گرفتیم تا ابد بعد ادامه بدیم. نه، لزوما لازم نیست تا ابد ادامه بدیم، میتونیم تغییرش بدیم.
متوجه، من شوخی کردم. یکم دیدم بحثا خیلی سنگین از حوزه من خارجه، گفتم یکمی شوخی بکنم که فضا عوض بشه. شما فرمودین قصه این که من از بیرون اومدم یک غریبه، دقیقاً درست گفتین. یه کوچولو گفتم تکراری نگم اون قسمتایی رو که گفتم. باید ببینین که این که چی گذشته، باید ببینین به من چی گذشته یا به تیم رد چی گذشته. دو تا چیز متفاوته. قاعدتاً که خب رد با اون نگاه، یکی از شانسایی که من آوردم که تونستم در واقع خودم رو نگه دارم و رد بمونم، یک نگاه بسیار بازی داره و همون خرد جمعی که گفتم در رد وجود داره. حداقل در بدنه هیئت مدیره و هیئت امنا این نگاه روشن فکر و باز و به روز و انعطاف پذیری وجود داره. یعنی حتما یه جایی خیلی متفاوت بوده نگاه اون اقتصادی که من داشتم یا نگاه سازمانی و چارچوبی که من داشتم با یک خیریه که خب بالاخره هر خیریه‌ای یک دی ان ای داره، یک فرهنگی داره مثل هر سازمان دیگه. ضمن اینکه اون فرهنگ باید حفظ بشه، من باید خودم رو تطبیق بدم، ضمن اینکه فکر کنم که این بهترین اتفاق بیفته. خیلی ممنون. مرسی. منم تو در ادامه این صحبت بگم که واقعا ضرورت بود. یعنی ما یه جایی احساس کردیم که دیگه نمیتونیم و باید یه کسی بیاد که مدیریت بلده، اقتصاد بلده و سازمان از یه حدی که بزرگتر میشه مدیر میخواد دیگه. یک کسی با ویژگی‌های یک مدیر. به همین دلیل اقدام کردیم. قبلش مدیری داشتیم که خیلی هم خوب بود ولی توانبخشی بود، در واقع رویکرد بیشتر توانبخشی داشتن. اونم تو اون مقطع خوب بود ولی بعد فکر کردیم که مدیریت مهمتر از توانبخشیه. یعنی نه اینکه مهمتره، توانبخشی در جزئی از مدیریته. به همین دلیل این رویکرد عوض شد و اومد راجع به تغییر در واقع یه جوری پارادایما یا نگاه کلی که میگین واقعا اینقدر که میگین نبوده. یعنی ما با هدف آموزش فنی حرفه‌ای شروع کردیم سال 60، بعد خیلی زود این رسید تغییرش اینجوری بود که شد آموزش منجر به اشتغال. یعنی آموزش صرف به درد ما نمیخوره. یه معلولی رو از خونه بیاری 4 تا کلاس بیاد دوباره بفرستیش تو خونه، انتظاراتش رو افزایش دادی و زندگیش نه تنها بهتر نشده بلکه حس ناکامیش بیشتر شده. پس باید تو جامعه نگهش داری. بخوای تو جامعه نگهش داری، تو رد بخوای نگهش داری که نمیشه. باید بره. اومده آموزش، مدرسه تموم شد، دانشگاه باید بره. حالا کجا بره؟ باید بره سر کار یا تو خونه کار کنه. یعنی یک هدفمند باید بشه زندگیش. بعد رفتیم رو این بحث و بعد بحث فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی که خیلی گسترده است، از حوصله اینجا خارجه. ولی همه اینها برای اینه که اونها بتونن یک زندگی با ابعاد مختلف رو داشته باشن و آدم‌ها با توانایی مختلف، علایق مختلف بتونن عرصه‌ای برای حضورشون داشته باشن. خیلی از NGOهای بزرگ معلولین که کار میکنن اتفاقا بچه‌های رد بودن که بعد خودشون رفتن و یک نهادی رو راه انداختن و ممکنه خیلی هم نقد داشته باشن به اونجا. حرفاشون رو میشنویم، اونقدر که بتونیم عمل میکنیم، ولی در واقع خیلی از بچه‌هایی که الان مطرحن حتی در سطح ورزشگالا، سلبریتی‌های دارای معلولیت، اینا بچه‌هایی بودن که از دل رد در اومدن و برای ما این افتخاره که فرزندت از خودت بلندتر بشه و بتونه جلوت حرفی داشته باشه برای گفتن. فقط در مورد اون سوال اساسی هم که کردن، آیا به انحلال خودتون فکر کردید؟ به انحلالمون نه. این من گفتیم ببخشید من اون از قلم انداختم. خیلی مهمه. نه من قلم ننداختم، اون اتفاقا نوشتم که منم نوشته بودم. یه دقیقه بگید که یه دقیقه که چشم. یه دقیقه بخوام بگم مثل اینه که آرزوی آقای رئیس بهزیستی رو پارسال بگیم در روز جهانی معلولین که بگه به امید روزی که معلول نداشته باشیم. اگه همچین چیزی ممکنه. انحلال دقیقاً و همه چیزهایی که حوزه‌هایی که انجیو دارن توش کار میکنن به هر حال افراد با نیازهای ویژه، اصلا یک کلمه بگیم با نیازهای ویژه، حالا این نیاز ویژه میتونه در واقع درمانی باشه، میتونه امنیت باشه و میتونه هر چیز دیگه باشه. این همونطور که خودتون فرمودین همه جای دنیا هست و همیشه هم هست اینها. بنابراین به امید روزی که بتونیم کاری بکنیم سهمی برداریم، وگرنه چیزی نیستش که از بین بره.
خیلی ممنون، خیلی نکات در واقع مثبتی شنیدم. سوالی ایشون هم جواب ندادیم، شما بگید. من فقط می‌خواستم تاکید کنم روی در واقع اهمیت این خود پروژه‌ای که امشب بود و در واقع گروه‌هایی که NGO‌هایی که در تو این زمینه اخیراً در واقع فعالتر شدن، اینه که خود نهادهای مدنی حالا فارغ از اون بحث فشارهای بیرونیشون، خود این نهادهای مدنی مشکلات زیادی دارن. یعنی از بحث تعریف مأموریت، تعریف اون خیر عمومی، تعریف سانترالیسم دموکراتیک، چقدر راه میدن به نیروهای جدید که میان که شما گفتین بحث مسئله بحران جانشینی و بحث تاب‌آوری تو شرایط اقتصادی فعلی، اینا همش نکاتیه که به نظر من شاید از توان یه سری NGOها خارج بشه. من نمیگم که همه مشکل دارن، بالاخره یه سلسله مراتب 0 تا 100 اگه بگیریم، یه سری NGOها دارن بهتر کار میکنن، یه سری NGOها دارن با مشکلات بیشتر کار میکنن، ولی شاید نیازه که همین تجربه مستند بشه و یه گروهایی بیان و همین مستندات رو روش نظریه پردازی کنن، توری پردازی کنن و اصلا یه سری نهاد در واقع نهادهای مدنی که کارش آسیب شناسی و آموزش در واقع نهادهای دیگه است شکل بگیره که میتونه کمک کنه، چون واقعیت اینه که ظرفیت اجتماعی و نیازی که تو این سالهای اخیر هست خیلی فراتر از این تعداد معدود در واقع نهادهای مدنی و این حجم بزرگ کردن این حجم و ادعا گرفتن برای مشارکت در واقع تو بازی قدرت نیازمند یک نظریات کاملتر و یک وقوف و در واقع استاندارد بالاتریه. خیلی ممنون. خیلی ممنون از توضیح. شما توضیح دارید اگه کوتاه بحث نئولیبرالیسم بله. دقیقاً. حالا اول من در مورد سوال صبا جان بگم که البته از هممون بود ولی دیگه قرار شد من به نیابت. خب واقعیت اینه که آره 100% که باید به قطعاً همه NGO ها اشتباهاتی دارن، همون چالش‌های درونی دارن، به همه اونا باید پرداخته بشه، ولی اولاً که اون موضوعی که گفتین که بحث تجربه نگاریه اصلا یه ضعف کلی و عمومی هست در NGO ها و ایشالا به لطف و در کل کشور و همینطور در NGO به لطف و در واقع کمک شما دوستان علوم اجتماعی بتونه که این اتفاقها در واقع در NGO بیفته و مستندسازی ها بشه که واقعیت ما مثلا از سال 93 یک کارگاه ثمرنگاری با خانم دکتر نهال نفیسی گذاشتیم، دغدغمون بود، ولی واقعیت اینه که انقدر شما درگیر بحران‌های روزمره‌ای میشید که ممکنه همیشه به این فکر کنید این کار رو انجام بدید اما لزوما اولویت نباشه، اونم تو سازمان‌هایی مثلا مثل ما که اصلا کارشون درگیری در بحران هاست. خب ممکنه هی این مسائل اساسی تر هی به در واقع عقب رونده بشه، ولی واقعیت اینه که اینو جدا که باید انجام بشود و دیگه از همین جلسه هم انشالله ما شما رو دعوت کنیم که بیاین برای آتنا این زحمت رو بکشین، ولی یه مسئله‌ایه که اون صحبتی که گفتی که اون مسئله امنیتی و اینا رو هم نمیشه نادیده گرفت. یعنی چی؟ نه واسه سازمان خودمون. مثلا من خیلی تو NGO های مختلفی داوطلب بودم همزمان که حالا فعالیت خودمونم می‌کردیم، مثلا تو سالهای جوانیم. اون موقع هم مثلا اسمم میارم، خوبه که یادی بشه از اون جمعیت و تلاش‌های ارزشمندشون، مثل جمعیت امام علی. خب من اون زمانی که داوطلبشون بودم خیلی بهشون نقد داشتم به شدت، ولی مثلا امروز اگر شما به من بگی که بیا راجع به این موضوع صحبت کنی هیچ وقت همچین کاری نمی‌کنم. ببین میدونید مثل این میمونه که مثلا یه چیزی رو زدن انداختن زمین، حالا ما هم رد میشیم یه لگدی بهش بزنیم. میدونین چی دارم میگم؟ یعنی این طبیعیه این واکنش که چون این نگاه امنیتی از این همه فشار هست فلان هست، خب من نمیتونم دوباره بیام یه کاری علیه کسی بکنم که اصلا دیگه نمیدونم چه جوری منظورمو برسونم، ولی اینکه خود هر سازمانی بیاد برای خودش مثلا یه کار درونی انجام بده به نظرم قطعا شدنی لازمه و همه اینها. و چند تا بحثی هم که اینجا شد میگم هم مشکلات و چالش‌های درونی سازمان، هم موفقیت‌هایی که داشته، هم چیزایی که الهام بخشه،
قطعا چیزی بوده که یه موضوعات جداگانه میتونه باشه و من امروز حالا اونجوری که تو پوسترم ببینید من اصلا هی میخوام خودم رو از آتنا جدا بکنم. من یه آدم آزادم دیگه، برم برای خودم حرفای ناجور بزنم، شما هی منو به مثلا آتنا کی هستن. ولی منظورم اینه که در واقع همه اینها قابل پرداخته و ما از همین فردا میخوایم که شما بیاین و بهمون کمک کنین تو این زمینه. اما در رابطه با اون صحبتی که انجام دادن که بحث انحلال بود، حالا نمیگم که لزوما انحلاله، اما واقعیت اینه که اون وظیفه اصلی که ما داریم که مطالبه گریه رو اگر بتونیم تو بحث خشونت علیه زنان انجام بدیم، اون مطالباتی که ما از حاکمیت در بخش قوانین و همینطور اجرا داریم اگر انجام بشود و اون همه اصلاحات صورت بگیرد، واقعا نه نیازه که خانه امن آتنا به این شکلی که الان داره کار میکنه کار بکنه و نه درسته. ببینید الان در واقع یعنی چی؟ اگر که قانون خشونت علیه زنان که اصلا دیگه کلش هم برگردوندن تصویب بشه به اون شکلی که مد نظر فعالین این حوزه هست، نه اون سوء رفتاری که حتی کلمه خشونت رو نمیخوان به کار ببرن، اگر تمام اون بند قوانینی که در رابطه با کودک همسریه، در رابطه با سن ازدواجه، در رابطه با اون نقش ولایت پدره که بچه خودش هم بکشه اصلا اتفاقی براش نمیفته، تو بحث آزار جنسی که اصلا تعریف شما نداریم، تو بحث زنای با محارم و همه اینها رو هم ما مطالبات مشخص به صورت جزئی با این همه تجربه کیسی که داشتیم داریم. اگر این قوانین انجام بشود، اگر که آموزش در مدارس از سنین کم اونطوری که سند 20 گفته انجام و بله واقعا اصلا این کاری که ما انجام میدیم کار ما نیست و نباید باشه و آمار خشونت هم قطعا بدون شک خیلی پایین خواهد اومد و ما خیلی اتفاقا به این رویا فکر میکنیم. در رابطه با صحبت ایشون هم خیلی صحبت شما در واقع متین و درسته و حرف ما هم همینه، یعنی اینکه ما هم حرفمون به افراد امنیتی همینه که آقا ما سیاسی نیستیم، ما داریم کار خودمون رو میکنیم، دست از سر ما بردارین. و دقیقاً صحبتایی هم که امروز شد، ولی بحث نئولیبرالیسم بحث خیلی در واقع مفصل و جداگانه‌ایه. حالا منظور ما از این هست که یه سری وظایف ذاتی تو تعریف دولت‌ها دارن تو بحث رفاه آموزش و که در واقع اگر اونها رو بخوان که برون سپاری بکنن، وظایف خودشون رو انجام ندن، میتونه به این بحث‌ها ربط پیدا بکنه که علت مطرح شدن این اصطلاح همین بوده که به قول آقای دکتر بحث مفصلیه. خیلی ممنون دوستان، خیلی ممنون از همگی. فقط از یه دقیقه جنبندی دارم و یه توضیحی در مورد یه بحثی خانم صابر کردن که ویترین میشیم و اینا. درسته به نظرم، اونطور واقعیت که NGO چه نقشی داره تو این سیستم؟ من به نظرم تو خلأ احزاب سیاسی و جریان سیاسی NGO 2 نقش اساسی دارن. یکی بحث آموزش سیاسی و آموزش جامعه پذیری به نسل جدید، یعنی اون داوطلب بودنه، این مفهوم هم داره با خودش، یعنی اهمیت داوطلب بودن. یکی نقش الگوسازی دارن که اون حذفی که گفتن تو الگوسازی است که ما چه الگوهای در میاریم که دولت میگه حذف کودکان خارج از چرخه تحصیل، میگیم آقا ما یه الگویی داریم، یا یه الگو حمایتی شما دارید یا یه الگو حمایتی شما دارید. یه نقش الجا اینه. یه کمکی هم میگیریم از اون کتاب انقلاب را زیستن، میگه که یه بحثی داریم که تو مصر و تونس بعد از اینکه انقلاب شد ظرف چند روز، یعنی چند روز که حد اکثر 5 روز، میگه تو طول 5 روز یهو جریانات و کمیته‌های محلی شکل گرفت. قبلش توضیح میده که یه نهادهای مدنی با هم کار میکردن، جدا از هم دیگه بودن، این همجا. بعد به محض اینکه یه اتفاق افتاد، این نهادها چگونه جریان حمایتی اجتماعی کلان شکل دادن، که به نظرم میاد اینی هم یکی از بحثایی که ما توی نهاد مدنی داریم. ما توی این جلسه، من که خودم خیلی آموختم، شیما از اهمیت پرسش گفت، خانم افتخارزاده طبقه بندی تاریخی ارائه کردن و اینکه طبقه بندی نهادهای مدنی از دید حاکمیت، به نظرم اون چیزی که ارائه کردید که تلخیش اونجا بود. خانم رسولیان تجربه ایجاد و تحول و تغییر در رویکرد گفتن که به نظرم دوستا تجربه خوب داشتیم. یکی نیروی جدید و غریبه وارد کردن که حالا آشناس البته، و یکی همون تغییر رویکرد به بحث
معلولیت بود که به نظرم خیلی اهمیت داشت و سوالایی هم که شد به نظرم هشدارهای جدی به ما بود. بحث رویکرد مقاومت به نظرم بحث قابل تعمقی، قابل بحثیه. نقد درونی نهادهای مدنی که شما گفتید اونورم گفتم به نظرم خیلی مهمه. ما این نقد رو راست میگید خلا خیلی جدی داریم، یعنی هی بهونهش خیلی وقتا این میشه ولی همیشه این نیست. خیلی وقتا ما این نقد رو نداریم. غیر چابک بودنمون درسته به نظرم، خیلی نهادامون این شکلی هن. لزوم حرفه‌ای نگاه کردنمون بله، بسیاری از نهادامون غیر حرفه‌ای عمل میکنن. این باز هشداریه که مایی که تو نهادهای مدنی کار میکنیم باید این چیزا در نظر بگیریم و همین مطالبی که ما کلیات گرفتیم. خیلی ممنون از همه دوستان، ببخشید یه کمی طول کشید، یه نیم ساعت بیشتر از وقت معمول و سپاس از حضور همگی. ممنون از شما.